بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی هستیم. همانطوری که مستحضر هستید، ما در این برنامه در مورد کتاب حجت در کافی صحبت می‌کنیم و ادعای پوچ و توخالی که میگویند ائمه اهل بیت 12 امامی که بهش اعتقاد دارند امامان معصوم و منصوص از طرف الله سبحانه و تعالی هستند و بعد از انبیا فرستاده شدند تا انسانها را هدایت بکنند، با وحی ارتباط دارند، دارای عصمت هستند و هزاران خرافات و خزعبلات دیگه که کتب شیعیان مملو است از این روایت های جعلی و ساختگی. چون امامت یکی از موضوعات مهمی هست که فرق بین تشیع و بین باقی امت اسلامی می باشد، به همین دلیل کتاب حجت را از صحیح ترین کتابشون از کافی انتخاب کردیم تا ببینیم که آیا این ادعای اینها واقعا حقیقت دارد یا نه. در قسمت هایی که گذشت شما شاهد بودید که ما در مورد مجبور شدیم البته بریم رو سراغ 40 روایت صحیح و سندی که ادعا کرده بودن در مورد امام زمان تا ثابت بکنیم که نه تنها در مذهب شیعه اثناعشری حدیث صحیح وجود ندارد، بلکه در مورد امام زمانشون اگر خودشونو بکشن تا قیامت هم تلاش بکنن، اگر همه شیعیان دنیا با هم یکی بشن، نمیتونن یک روایت صحیح و سند در این مورد بیارن. بعد از این تحدی اومدن گفتن که نه، ما روایت متواتر داریم که حالا متواتر نیست، متواتر است به قول معروف. اومدن از اون ادعایی که کرده بودن که حدیث صحیح دارن اومدن تنازل دادن و گفتن که ما روایت متواتر داریم. در بحث روایت متواتر هم حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان طی 2-3 قسمت برنامه‌ای که گذشت مفصل این ادعای دروغین اینها رو ثابت کردن که حدیث متواتر در نزد شیعیان اثناعشری یعنی اینکه 1000 تا دروغگو جمع بشن یک دروغی رو بسازن، این میشه جزئی از این دین باطل و ساختگی که مؤسس آن عبدالله ابن سبع یهودی است. من عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان. حیاکم الله شیخ. اندم خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند در عرض ادب و السلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی هستم. جزاکم الله خیر. جناب مولانا، ما وقتی که قضیه ادعای دروغین حجت الاسلام شترمرغ از شبکه ولایت یا ضلالت که ادعا کرده بودن که بله روایات امام مهدیشون متواتر است و یک سری ایراداتی گرفته بودن و وقتی که این صحبت ها شد و 2-3 قسمت برنامه رفتیم و به شبهات و دروغ ها و تلبیس ها و خیانت هایی که کرده بودن پاسخ دادیم، جناب شما یک سری از سوالاتی رو مطرح کرده بودین که در این 2-3 قسمتی که گذشته اصلا توجه نمی کنن، یعنی انگار نه انگار گوش شنوان ندارن که این سوالا رو شنیده باشن، گرچه بینندگان عزیز و گرامی میدونن که اینها جوابی ندارن برای این سوالها. اگر دوست دارید و موافق هستید این سوالا رو یک بار دیگه تکرار بکنید، چون ما کلا ایشون رو فایلشون رو فعلا بستیم موقتا تا که به این سوالات ما جواب بدن. هر موقعی که به سوالات جواب دادن دوباره میاییم و کلیپاشون رو پخش میکنیم و در موردشون صحبت. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. همان گونه که شما هم اشاره فرمودید و بینندگان عزیز و ارجمند هم مستحضر هستند، ادعای آقایون کردن مبنی بر این که روایات مهدویت یا امامت شیعه متواتر هست و متواتر نیازی به بررسی سندی ندارد. بعد از اینکه ما شروع کردیم و روایات این کتاب رو تک تک بررسی سندی کردیم، بررسی محتوایی کردیم، تضادشون رو و نکات ضعفشون رو گوشزد کردیم، ادعا کردند که روایات ما در باب مهدویت یا امامت متواتر هست و بنابر اصولی که ادعا کردند که اهل سنت دارند یا قطعا که شیعه باید داشته باشند، اصلشون این هست که روایات متواتر بررسی سندی نمی شود.
بنده در جلسات گذشته از کتب معتبر اهل سنت و الجماعت و از محدثین و اهل حدیث مطالبی رو نقل کردند که به اتفاق تمام محدثین و اهل حدیث در واقع شرط عدالت نخستین شرط قبول یک روایت هست. یعنی در صورتی که یک فردی مسلمان نباشد به صورت کلی یک اصل هست و اجماع بر این وجود دارد که روایتش به هیچ عنوان قابل اعتبار نیست. اگر فردی عدالتش خدشه‌دار باشد به این معنی که متهم به دروغ هست یا متهم به وضع هست یا اینکه ثابت شده باشد که جاهل حدیث هست یا اینکه دروغگو هست، به هیچ عنوان روایت چنین فردی قابل قبول نیست و چنین روایتی از دیدگاه اهل سنت و الجماعت ضعیف هست و علمای اهل سنت و الجماعت و محدثین چنین روایتی رو به هیچ عنوان صحیح نمیدونند. یعنی ضعفی که در روایت باشد و علت ضعفش در واقع جاهل بودن راوی باشد یا متهم به جهل و دروغگو بودن راوی باشد، چنین روایتی از دیدگاه اهل سنت و الجماعت قابل ارتقا هم نیست. یعنی به درجه حسن و به درجه صحیح به هیچ عنوان در واقع نمیرسد، چه برسد به این که ما مدعی باشیم که چنین روایتی در واقع بیاد و متواتر باشد. درباره متواتر من اقوال زیادی رو نقل کردم. قول امام معاصر شیخ البانی رحمت الله علیه رو در این زمینه من توضیح دادم که ایشون میگه که منظور از این که بررسی سندی نمی شود یعنی اینکه در ضبطشون در زمانی که راویان به حد تواتر برسند در ضبطشون نیازی نیست که بررسی بشوند که اینها ضابط هستند یا ضابط نیستند، اما در مورد وثاقتشون در مورد صداقتشون هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود ندارد و کسی همچنین ادعایی رو نکرده که نباید بررسی بشن، بلکه صداقت راوی و مسلمان بودن راوی جزء شرایط مجمع علیه اهل سنت و الجماعت برای قبول روایت هستند. خب آقایون اومدند ادعا کردند که روایات مهدویت ما یعنی شیعه یا امامت اینها متواتر هستند و چون که متواتر نیاز به بررسی سندی ندارد پس بنابراین شما نباید بررسی سندی بکنید، نباید شما از ما حدیث صحیح بخواهید در باب روایت. ادعا میکنند که روایت صحیح هست، اما این تعداد روایتی رو که تا به امروز بنده بررسی کردم نیومدند روی یکی از اونها انگشت بگذارند که این روایتی که شما گفتید که ضعیف هست و فلان و به همان اشکال رو دارد پاسخش اینه. هیچ کدوم از این روایات رو که تاکنون بررسی کردیم جواب ندادند، صرفا ادعا کردند که روایت ما متواتر و نیاز بررسی سندی ندارد. بنده هم عرض کردم که اولا که چنین ادعای درست نیست، یعنی اصلا چنین اصلی وجود ندارد، نه شیعه دارند و نه اهل سنت و الجماعت. اصلا چنین قاعده‌ای با اصل تعریف متواتر و با شروط متواتر سازگار نیست. امکان ندارد که در واقع روایتی متواتر باشد راویانش تمام کذاب باشند اما با وجود این انسان اطمینان حاصل بکند که این افراد در واقع دروغ نگفته باشند. بنده چند مورد سوال رو مطرح کردم خدمت آقای ابوالقاسمی و بالاتر از ایشون آقای قزوینی و تمام شبکهشون و تمام مراجعی که در واقع گفتند که با ما همکاری میکنن. بنده سوالم این بود که کسانی که ادعای تواتر کردند برای روایات مهدویت یا برای روایات امامت اثنا عشر، همون افراد در کنار همان ادعای دیگری رو هم کردند، ادعای متواتر بودن روایات تحریف قرآن. بیش از 1000 روایت وجود داره که نوری طبرسی اینها رو در کتاب خودش جمع آوری کرده و در کتاب کافی و کتاب‌های دیگه شیعه فراوان هست و تعداد زیادی از این روایات تصریح دارند بر این که آیه قرآن این گونه بوده اما امروزه عوض شده اون گونه نیست و در این زمینه در واقع تواتر رو ادعا کردند. همون آقایونی که ادعای تواتر امامت و مهدویت رو کردند در کنارش ادعای تواتر تحریف قرآن رو کردند. اگر متواتر نیاز به بررسی سندی ندارد و ما باید چشم بسته قبول بکنیم، لازمش این است که معتقد به تحریف قرآن باشیم و هر مسلمان غیوری چنین کسی رو تکفیر میکند. هر کسی که معتقد به تحریف قرآن باشد در واقع کافر هست. سوال بنده این بود که شما روایات تحریف قرآن را که در حد تواتر هست و به قول علامه مجلسی در حد روایات امامت هست،
در حد روایات امامت هست و میگوید به نظر من روایات تحریف قرآن از روایات امامت کمتر نیست. سوال بنده این هست که شما روایات تحریف قرآن را که صحیحتر هست و صریحتر هست و بدون معارض هست، این روایات را با کدام معیار جواب میدهید؟ با کدام معیار شما تحریف قرآن را از شیعه نفی میکنید، از بزرگانی که ادعای تواتر کردن، تا ما بیاییم با همون معیار روایات شما رو در واقع بررسی بکنیم؟ این سوال اول هست. بازم من مصر هستم بر این سوال که حداقل یک راهی رو جلوی پای ما بگذارند که با کدوم راه با آقایونی که ادعای تواتر کردن ما بررسی بکنیم، کتابهایشون رو یا ادعاهای خودشون رو در واقع بررسی بکنیم. یا شتر باشن یا مرغ. دقیقاً همین. اگر معتقد به این هستند که روایات متواتر نیازی به بررسی سندی ندارد و باید قبول بکنیم، کافر میشند، چون که روایات تحریف قرآن متواتر هست. اگر تواتر را قبول بکنند هم کافرند از دیدگاه تمام مسلمانان، و اگر تواتر را قبول نکنند بازم کافرند که متواتر یک چیز ثابتی در دین اسلام را چکار کردند؟ رد کردند. پس بنابراین در این مورد باید جواب واضح و آشکاری به ما بدهند که تاکنون جوابی رو ندادند. این مسئله اول هست. مسئله دیگری که آقای ادعا کرده که بله آقای مجلسی 40 روایت در کتاب خودش آورده. بله ما دیدیم اینجا بررسی کردیم 40 روایت یعنی چی؟ همون 40 کلاغ و یک کلاغ و 40 کلاغ بود که من مفصل اینو توضیح دادم. چون که 40 روایت هست یعنی متواتر، نیاز بررسی سندی ندارد. سوال دوم بنده این است که روایاتی که در مورد مهدویت امام موسی کاظم هست، از این 40 روایتی که آقای مجلسی آورده هم قوی تر هست و هم صحیح تر هست و هم از تضاد کمتری برخوردار هست. شما با چه معیاری روایات مهدویت امام موسی کاظم را رد میکنید؟ شما باید معتقد در موردش کتاب غیبم نوشتن. چندین کتاب غیبه که من از کتاب نجاشی در اینجا مشخص کردم، نشون دادم که فلانی کتاب نوشتن درباره اثبات غیبت امام موسی کاظم که ایشون امام مهدی آخر الزمان هست و تعدادی از این افراد هم ثقه بودند از دیدگاه شیعه. سوال من این است که شما روایات مهدویت امام موسی کاظم را که بیش از 40 روایت را آقای طوسی در کتاب الغیبه خودش آورده و با حربه این که خبر واحدند اونها رو رد کرده، شما با چه معیاری این روایات را رد کردید؟ خب شما که گفتید که 40 روایت وقتی باشند یعنی متواترند، متواتر نیازی بررسی سندی ندارد. اگر این روایات را قبول بکنند یعنی این که امامت اثنا عشر زیر سوال رفته، بعد از موسی کاظم امام دیگری وجود ندارد و به تبع مهدویت زیر سوال می رود، مهدی وجود ندارد. اگر این روایات را قبول بکنند خب که دین خودشون ریشه خودشون رو زدن. اگر قبول نکنند خب معیار دقیق و علمی رو برای ما معرفی بکنند که ما با همون معیار روایات مهدویت محمد ابن حسن عسکری رو هم چکار بکنیم؟ بررسی بکنیم. یکی از این دو مورد رو باید در واقع اگر معیار وجود نداشته باشه از کجا بیارن جناب مولانا؟ دیگه باید اختراع بکنند، همون گونه که مذهبی رو اختراع کردن، همون گونه که مهدویتی رو اختراع کردن، امامتی رو اختراع کردن، نسی رو اختراع کردن، وصیتی رو اختراع کردند. اون بزرگ و سرکردهشون عبدالله ابن سبی یهودی رجعت رو اختراع کردند. خب اختراع بکنند یک روش دیگری رو، البته اختراع کردند، یکی دیگر از معاصرین یک روش دیگری رو اختراع کرده که واقعا یعنی مضحکه هست و من نمیخوام فعلا به اون بپردازم. خب این دو تا سوال بود که بنده تاکنون مطرح کردم. روایت سوال سوم بنده این است که ایشون ادعا کرده بود که بنده از ایشون خواستم که اولا وقتی که شما میگید که اون روایت متواتر نیازی به بررسی سندی ندارد ولو اینکه راویان مجهول باشند حدیث میشود متواتر. من گفتم برای اینکه بحث علمی بشود و دقیق بشود برای این اصل خودتون یک مصداقی پیدا بکنید. یک مثالی برایش بیارید. روایت متواتری که راویانش مجهول باشند. ایشون رفت تلاش کرد و اومد و آخر گفت بله من متواتری رو آوردم. من اشکال گرفتم، گفت که نه متواتر نسبی هست. قبول کردیم روایت متواتر نسبی هست. سوال بنده این بود که آیا متواتر نسبی همون متواتر هست یا نیست؟ آیا متواتر نسبی نیاز بررسی سندی دارد یا ندارد؟
آیا متواتر نسبی در بالاترین درجه صحت هست یا نیست؟ ایشون در واقع جواب ندادن. باز هم من منتظر هستم که ایشون یک مثالی رو بیاورن برای حدیث متواتری که تمام آحادش راویانش برای ما مجهول باشند، تمام آحادش برای ما مجهول باشند راویانش. و مثالی رو که آقا آورده بود، این مثال رو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه در موردش گفته بود که این اصلا اصلی نداره. نه تنها این که در واقع متواتر نیست، بلکه صحیح هم نیست و فرموده بودند که این روایت در واقع اصلی رو نداره. این سوال سوم. سوال چهارم، ایشون یک ادعایی رو کرده بودند و افترایی رو بر آقای حازم شربینی بسته بودند که حازم شربینی یک قاعده رو آورده و معتقد بر این است که روایات ضعیف که یک جا جمع بشوند میشوند متواتر. روایات ضعیف یک جا جمع بشوند میشوند متواتر. من از کتاب خود حازم شربینی النهج المبتکر آوردم، نشون دادم. ایشون قاعده رو نخونده بود. آقای حازم گفته بود که بنابر روایات صحیحه اگر در موردی تواتر ثابت بشود، یعنی بر مبنای روایات صحیحه. ایشون خلاصه این قسمت رو چون که به مزاجش خوش نیومده بود اینو نگفته بود، اصلا نشون نداد و برعکس یک افترا و دروغی بس بر آقای حازم شربینی که این سوال چهارم هست که اینو هم ثابت بکنن برای ما. کجای این کتاب آقای حازم شربینی این ادعا رو کرده بود و این مطلبی که شما نشون دادی کاملا برعکس هست. شما خیانت کرده اید در نقل قول و افترا بسی به آقای حازم شربینی. مثالی خواستیم از متواتری که ضعیف باشند، تمام آحادش ضعیف باشند. ایشون رفته بود بحث مهدویت رو از این کتاب عرض کردم، خود صاحب کتاب در اینجا اشتباه کرده و این روایت متواتر ضعیفی که شما آورده بود عرض کردم نه شما قبول دارید نه ما قبول داریم. خب چیزی رو که ما هم قبول نداریم شما هم قبول ندارید چگونه علیه ما اتمام اقامه حجت میکنید؟ بازم من سوال پنجم این است که یک روایت متواتری که آحادش ضعیف باشند که یا اینکه متفق علیه باشه که ما هم قبول بکنیم متواتر ضعیف هست یا شما هم قبول بکنید متواتر ضعیف هست، یعنی متفق علیه باشه شیعه سنی قبول بکنن یا حداقل چیزی رو بیارید در کتاب‌های ما باشد که ما گفته باشیم این روایت متواتر است اما تمام آحادش ضعیف باشند، یا حداقل شیعه گفته باشند یک روایت متواتر ضعیف از کتاب شیعه هم که برای ما معرفی بکنند، باز هم در واقع ما هیچ اشکالی نیست و ما حاضریم که قبول بکنیم. این سوال پنجم. و سوال ششم، آقا ادعا کردند که روایات مهدویت متواتر هست. روایات مهدویت متواتر است. اینم یک سوال دیگر است. بیایید تواتر روایات مهدویت شیعه را، مهدویت اهل سنت هیچ گونه ارتباطی نه در اصلش و نه در فرعش با مهدویت شیعه هیچ گونه ارتباطی رو ندارد. مهدویت از دیدگاه اهل سنت و الجماعت جزء اصول دین نیست، به هیچ عنوان جزء اصول دین نیست. هم نامش فرق میکند، نام و نسبش یعنی محمد ابن عبدالله هست، و هم نسلش فرق میکند، نژادش فرق میکند، از نژاد امام حسن مجتبی هست. اما مهدویت شیعه، مهدی شیعه، هم نامش فرق میکند، هم اسم پدرش فرق میکند و هم نسل و نژادش فرق میکند و بقیه مسائل اختلافی که در میان مهدی شیعه و مهدی اهل سنت وجود داره. سوال بنده این است که با توجه به تعریف متواتر، با توجه به شروط تواتر، متواتر بودن روایات مهدی را برای ما ثابت بکنید تا امام معصومی که برسد. امام معصومی که شیعه و سنی بر آن اتفاق نظر دارند رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. ما فعلا بحثمون رو این است که آیا علی و حسن و حسین تا امام دوازدهم اینا حجت هستند یا حجت نیستند؟ برای اثبات امامتشون دلیلی وجود نداره. اون وقت آقایون میان مثلا به طور مثال بگویند که تا فلان امام متواتر است، بعضا ما قبول میکنیم. بیارند اثبات مهدویت رو، تواترش را تا یکی از امامان معصومشون برای ما ثابت بکنند که از فلان امام در واقع این برای ما به عنوان متواتر ثابت شده و روایات و شروط متواتر رو بر این روایت در واقع تطبیق بدهند. اگر این سوالات رو پاسخ دادند ما انشالله در خدمت ایشون هستیم. اما اگر بخواهند که کوچه بازاری بحث بکنند و از اصل مطلبی که خودشون معرفی کردند و بحثی که خودشون مطرح کردند بخوان تفریع بروند، وقت ما گرانبهاتر از این
است که ما بریم سراغ در واقع یعنی پاسخی به حرفای اینا بدیم که ارزش علمی در واقع نداشته باشه و تضییع وقت باشه. اصل بحثی که ایشون هم گفته بودن قبلا گفته بودن که دعوای ما در این زمینه هست. سوالاتی من مطرح کردم در اصل دعوا هست، در اصل مسئله مورد اختلاف هست. این سوالات رو پاسخ اگر دادید ما در خدمت شما هستیم. انشالله در برنامه‌های بعدی پاسخ‌های آقایون رو بررسی خواهیم کرد. جزاکم الله خیر. بله، این مشکل این حجت الاسلام شترمرغ ابوالقاسمی و بزش این است که اینا در جهل مرکب تشریف دارن. به خاطر همین بررسی این قضایا خیلی بالاتر از فهم و درک کوتاه آخوندی اونهاست و اونا همون دنبال سکون زیر کاف و سر کاف در حوزه علمی بگردن. خیلی فکر کنم به نفعشون باشه. جناب مولانا بریم رو کتاب حجت. بحث امروز ما در مورد ما چون که میخوایم که یعنی اصل برنامه‌ای رو که شروع کردیم بررسی کتاب حجت هست، این باب رو انشالله به صورت کامل و این کتاب رو یعنی بررسی میکنیم و ببینیم که یعنی این کتاب چه ارزشی دارد و این روایاتش چه اندازه ثقلی رو در واقع دارند. باب اشاره و نص بر امامت را یا مولد رو ما بررسی کردیم و الان از این جلسه به بعد انشالله از ابتدای کتاب شروع میکنیم، از ابتدای کتاب الحجه که یکی از بزرگترین کتاب‌های و بخش‌های کتاب اصول کافی هست و حدود 300 صفحه در واقع این کتاب هست و بیشترین جلد دوم این کتاب رو همین کتاب الحجه در واقع تشکیل داده. در این کتاب الحجت که چند روایت داریم کلا در این کتاب تقریبا؟ روایتش من دقیقا نشمردم اما حدود 300 صفحه هست و بیشترین قسمت از این جلد اول این کتاب هست. این جلد اول این کتاب هست، این مقدارش کتاب دیگر هست، کتاب توحید هست و بقیه موارد و این قسمت کلا کتاب در واقع حجت هست. یعنی از صفحه 168 این کتاب که شروع می شود تا حدود صفحه 560 که آخرین صفحات این کتاب هستند این ادامه دارد. به هر صورت مفصل ترین کتاب و بخش در کتاب اصول کافی همین کتاب الحجه هست و اساسی ترین اصلی که شیعه را از اهل سنت متمایز کرده بحث اعتقاد به حجت بودن ائمه اثنا عشر و امامت الهی اونها هست که در این کتاب با هم بررسی میکنیم ببینیم که آیا چنین ادعای صحیح هست یا صحیح نیست. گرچه بینندگان عزیز تاکنون به این نتیجه رسیدند که این حجت بی حجت، حجت های بی حجت از چه جایگاهی در دین اسلام و در مذهب شیعه در واقع برخوردار هستند، آیا دلیلی برای اثباتشون وجود دارد یا خیر. در اولین بحثی که در کتاب حجت در اینجا بررسی کرده باب الاضطرار الی الحجه هست. باب الاضطرار الی الحجه، اگر دوستان نمایش بدن این صفحه رو و کتاب رو، کتاب الحجه هست و اولین بخشش باب الاضطرار الی الحجه، یعنی که باب در مورد لزوم حجت که حتما باید حجتی حضور داشته باشه و دنیا بدون حجت باقی نمیماند. در لابلای این روایت میخواد اثبات بکنند که این گمان رو به مردم در واقع القا بکنند که حجت هایی که بر روی زمین هستند امامان اثنا عشر هستند. در این باب آقای کلینی 5 تا روایت آورده. در این باب آقای کلینی از تمام روایاتی که بوده 5 روایت رو برگزیده. قطعا وقتی که شخصی در مکانت و جایگاه کلینی باشد که کتابی بالاتر از کتاب کافی شیعه ندارند، قطعا صحیح ترین روایات رو و دقیق ترین روایات رو باید در این کتاب می آوردند و معرفی کردند. متاسفانه در میان این 5 روایت هیچ کدام از این 5 روایت صحیح نیستند، مگر بازم این که آقایون ادعا بکنند که متواتر هستند و نیاز به بررسی سندی ندارند. در این باب 5 روایت اومده و هیچ کدام از این 5 روایت در واقع صحت ندارند و صحیح نیستند. قبل از این که من به خود در واقع موضوع و محتوای این روایت بپردازم، نظر آقای مولا محمد باقر مجلسی رو در این زمینه با هم میبینیم. ایشون در کتاب مرآت العقول جلد دوم، کتاب مرآت العقول و جلد دوم این کتاب هست، این روایات رو ارزش سندیشون رو برای ما کاملا بیان کرده. در کتاب الحجت، همون کتاب حجت هست، باب الاضطرار الی الحجه، در اینجا جزء دوم اصول کافی هست، میگوید که الحدیث الاول مجهول،
روایت اولی این باب مجهول هست. این روایت اولش هست. روایت دوم در صفحه 262 هست، میگوید که حدیث دومی مجهول کالصحیح. مجهول کالصحیح، مجهول هست منتها مثل صحیح هست، در حد صحیح هست که انشاءالله اصطلاحات خاص بهش خواهیم پرداخت. روایت سومی که در اینجا وجود دارد در صفحه 265 الحدیث الثالث مجهول، این هم مجهول هست. روایت چهارمش مرسل هست، یعنی اصلا معلوم نیست که از کی نقل شده، در سند یک فردی افتاده که اصلا مشخص نیست که چه کسی هست، بی نام و نشانه. روایت پنجمی که در اینجا هست موثق کالصحیح، موثق کالصحیح. این حکمی هست که آقای مجلسی بر روایات این باب داره، یعنی هیچ کدام از روایات این باب را به صورت صریح نگفته هستند که صحیح هستند، مگر اینکه پسوند باشه، یا گفته که مجهول کالصحیح، یا روایت پنجم را گفته که موثق کالصحیح. یعنی هیچ کدام از روایات این باب بنابر معیار و تعریف شیعه که از حدیث صحیح ارائه دادند، هیچ کدام از روایات این باب در واقع در حد صحت نیست و نمیتوانیم که حکم صحت را بر این روایت در واقع ما ثابت بکنیم. روایات این باب واقعا از نظر سندی وقتی که ما نگاه میکنیم اینا مفتضح ترین روایات هستند. مفتضح ترین روایاتی که امکان داره که در یک جا جمع بکنن، نه صحیح ترین بلکه مفتضح ترین روایات رو در اینجا آقای کلینی جمع کرده و این یکی از شاهکارهای آقای کلینی هست، زیرا که در این کتاب خودش راویان خودش رو یعنی مفتضح کرده. در خود همین باب خودش راویان خودش رو چیکار کرده؟ مفتضح کرده. روایت اول از هشام ابن حکم هست. روایت اول از هشام ابن حکم، دوستان نمایش بدن، باب الاضطرار الی الحجه. این روایت از کسی هست به نام هشام ابن حکم از ابو عبدالله، البته اینم از علی ابن ابراهیم قمی هست، اون از پدرش هم نقل کرده که 2 نفر کافر به قرآن بودند که در موردش مطالبی رو من در جلسات گذشته بیان کردم. 2 نفر کافر به قرآن و این یکی هم که هشام ابن حکم هست نقلش کرده. این روایت اول هست. روایت دوم از منصور ابن حازم هست که به این روایت ما انشالله بیشتر خواهیم پرداخت، چون که ادعا کرده که مجهول هست، در حد صحیح هست. روایت سوم باز هم جریانی که در اینجا هست، تمام این یعنی محور فساد در مذهب شیعه در این روایت جمع شده. یک جماعتی میگه این روایت از یونس ابن یعقوب هست، اینو ان شاء الله بهش خواهیم پرداخت، از ابو عبدالله نقل کرده، از یک جماعتی که یک گروهی نزد امام بودن، حمران ابن اعین و محمد ابن نعمان که خواهیم پرداخت، هشام ابن سالم و طیار، و یک گروه دیگر هشام ابن حکم. یعنی فاسد ترین افراد و غالی ترین افراد و فاسد العقیده ترین افراد در مذهب شیعه و در جهان اسلام، در تاریخ اسلام اینها واقعا زبان زد هستند و مشخص از وضعیتشون برای تمام مردم. در روایت چهارم باز هم علی ابن ابراهیم قمی هست، باز هم از پدرش همین آشامون کافران به قرآن هستند، از یونس ابن یعقوب این رو در واقع روایت کرده. باز هم در این روایت اومده و در واقع همین راویان خودش رو مفتضح کرده، راویان و بزرگان شیعه رو مفتضح کرده. به طور مثال در همین روایت که از صفحه 171 شروع می شود، از علی ابن ابراهیم قمی از یونس ابن یعقوب هست، در صفحه بعدش در صفحه 173 در اینجا همین مطلب رو می آورد. در اینجا اشاره می کند که ابو عبدالله به حمران گفت که تجری الکلام علی الاثر فتصیب، تو بر اساس حدیث صحبت میکنی و گاهی وقتی حرفت در واقع درست میشه. به هشام ابن سالم گفتند که ترید الاثر ولا تعرفو. هشام ابن سالم یکی از بزرگترین راویان و مورد ثقه شیعه هست. امام ابو عبدالله بهش گفته که تو دنبال حدیث هستی، دنبال اثر هستی، ولا تعرفو، اما حدیث نمیشناسی. این در واقع یک شهادتی از امام معصوم. در مورد احول گفته که با این احول ما کار داریم، راوی روایت پنجم هست، امام صادق، امام ابو عبدالله بهش گفته که تو روباه صفت هستی، فقال رواق، روباه صفت هستی، تکسر باطلا به باطلا، اهل باطل هستی، باطلگرا هستی، الا ان باطلک ازهر، باطل تو واضحتر و آشکارتر هست. کسی رو که خود امام جعفر صادق در خود همین باب بهش گفته که روباه صفت باطلگرا، این یکی هست. و در جای دیگر گفته انت والاحول قفازان حاذقانه،
تو با احول، یعنی این فردی که در اینجا هست که قیس الماسر هست، به امام جعفر بهش گفته که تو و احول پریشی هستید، قفازانی، یعنی میپرید، قفاز هستید و خیلی در واقع زیرک هستید، پرش کننده، نمیدونم چه اصطلاح ورزشی اسمش چی از کسانی که ورزش پرش انجام میدن، گفته که شما آدمای پریشی هستید و در این زمینه شما در واقع مهارت دارید. این روایت چهارم بود. و روایت پنجم عدة من اصحابنا هست که قبلا در موردش مفصل بحث کردیم. این یکی از سوالاتم هست که من از آقای ابوالقاسمی میپرسم که این عدة من اصحابنا چه کسانی هستند. در یک جایی از روایات کافی، در کتاب اصول کافی، کتاب‌های دیگر کافی که در اختیار دارید، برای ما مشخص بکنید که عدة من اصحابنا را کجا آقای کلینی گفته باشه که منظور من فلانی و بهمانی هستند. این یک مورد. و در اینجا این از علی ابن حکم هست. این روایت علی ابن حکم رفیق هشام ابن سالم، راوی روایت 17000 آیی قرآن 17000 آیی، این آقا هست، علی ابن حکم هست. و اینم نقل کرده نهایتا از فردی به نام احول. احول همون کسی هست که امام صادق بهش گفته که تو روباه صفت هستی. این مجموعه در واقع باغ وحشیه اینا. بله واقعا برای خودش. بله. این افرادی که در اینجا جمع شدند، جالب هست که اینها بنیانگذاران یعنی قضیه تجسیم هستند. مجسمه، کسانی که الله متعال را جسم می‌دونستند و الله متعال را تشبیه می‌کردند به انسان‌ها و به مخلوقاتش، بنیانگذار این تفکر انحرافی و کفرآمیز همین افرادی هستند، یعنی هشام ابن سالم و هشام ابن حکم. و این مطلب را شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در کتاب منهاج السنه هم بهش اشاره کرده. دوستان اگر نمایش بدن، کتاب منهاج السنه هست فی نقض کلام الشیعة القدریه و جزء اول این کتاب هست. ایشون اومدن در این چاپ 4 جلدی که بنده دارم در صفحه 64، در صفحه 64 ایشون میگویند که ولهذا تجد المصنفين في المقالات كالأشعري لا يذكرون عن أحد من الشيعة أنه وافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم إلا عن بعض متأخريهم وإنما يذكرون عن بعض قدمائهم التجسيم، که از قدمای شیعه تجسیم رو چیکار کردن؟ نقل کردن که به اعتراف خود شیعه، متقدمین شیعه حتی در قم همشون اهل تجسیم و مجسمه بودن. از برخی از مقدماشون تجسیم را و اثبات قدر و مسائل دیگر رو نقل کردند. و اول من عرف عنه فی الاسلام، اولین کسی که نقل شده، ذکر شده که در تاریخ اسلام که انه قال، که گفته ان الله جسمون، که معتقد به جسم بودن الله متعال هست، هو هشام ابن الحکم. این کسی نیست به جز هشام ابن حکم. یعنی هشام ابن حکم در تاریخ اسلامی و در تاریخ فرق و مقالات اولین کسی هست که معتقد بوده به جسمانیت الله متعال و الله متعال را با صفات قبیحی در واقع ایشون یاد می‌کردند و معتقد به این بودند که الله متعال جسم هست. و جالب اینجا هست که خود هشام ابن حکم، هشام ابن سالم و خود این آقای احول که معروف از به شیطان تاقی که راوی روایت پنجم بود، تمام اینها جز مجسمه هستند. تمام اینها یک دسته بودند، یک باند بودند و جزء مجسمه بودند که اعتقادشون برخلاف اعتقاد مسلمانان هست و بنیانگذاران این تفکر تجسیم بودند. من فقط چند روایت را که در اصول کافی هست خدمت بینندگان عزیز در این زمینه من میخونم و نمیخوام بیشتر در موردشون صحبت بکنم. کسانی که این اعتقاد را داشته باشند، یعنی راویانی که مانند علی ابن ابراهیم قمی و مانند پدرش معتقد به تحریف قرآن باشند، یا مانند علی ابن حکم راوی روایت پنجم معتقد به تحریف قرآن باشند، تا زمانی که شیعه نیایند و مسلمان بودن اینها را ثابت نکنند، اینها برای ما یک ذره و سر سوزنی ارزش ندارند. این راویان هستند و در کنار این هشام ابن سالم هست، هشام ابن حکم هست، احول هست که جز مجسمه بودند، یعنی انحرافی را در دین اسلام اینها ایجاد کردند و عقیده تجسیم رو در واقع به خورد مردم دارند. در کتاب اصول کافی، کتاب التوحید جلد 1 صفحه 100 یک بابی رو در اینجا دارند با عنوان باب النهی عن الصفة بغیر ما وصف به نفسه تعالی. اون چیزی رو که الله متعال به خودش نسبت نداده، خودش رو توصیف نکرده، ما از نظر شرعی اجازه نداریم که الله متعال رو به اون توصیف بکنیم. روایت سومی که در اینجا آمده، محمد ابن ابی عبدالله
از محمد ابن اسماعیل با این سند در اینجا نقل کردن از محمد ابن حسین قال دخلنا على ابي الحسن الرضا، ما رفتیم نزد امام رضا، فحكينا له ان محمد صلی الله علیه و سلم راى ربه فی صورت الشاب الموفق. ما رفتیم پیش امام رضا و به امام رضا گفتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم الله را، پروردگار خودش را در شکل یک جوان برومند 30 ساله ملاقات کرده. یعنی الله متعال در اون زمان در این سن در واقع یعنی در این کمال بوده، یعنی شاب موفق فی سن ابنای 30 سنه. و قلنا، ما به امام گفتیم، به امام رضا گفتیم که این هشام ابن سالم، که هشام ابن سالم و صاحب الطاق راوی روایت پنجم اولین روایت اولین باب از ابواب در واقع کتاب الحجت هست، و میثمی، این سه نفر میگویند که انه اجوف، الله متعال اجوف هست الی السرته، تا در واقع ناف، یعنی والبقیه صمد و باقی ماندهش پر هست، تا نافش تو خالی هست و باقی ماندهش پر هست. این اعتقادی هست که آقای هشام ابن سالم داشته و صاحب الطاق یا شیطان الطاق در واقع داشته که یکی از راویان همین روایت در واقع باب هست و روایت پنجم هست. این روایت اول این باب. روایت دوم و روایت سوم صراحتا تصریح کردند که شیعیان معتقد به تجسیم بودند. کتب الی الرجل علیهم السلام، سهل از ابراهیم نقل کرده، این من قبلنا من موالی قد اختلفوا فی التوحید فمنهم من یقول جسم، که دوستان شما، اهل در واقع پیروان شما، موالی شما پیش ما اختلاف نظر دارند، بعضی معتقد هستند که الله متعال جسم هست و بعضی خدا را صورت میدونند. همین مطلب در روایت نهم آمده که بعضی از شیعه ها و موالی ائمه، اصحاب ائمه، الله متعال را جسم میدونستند. و همچنین در روایت دهم همین مطلب را آورده که قد اختلف یا سید اصحابنا فی التوحید منهم من یقول هو جسم، که معتقد هستند که الله متعال جسم هست. در باب بعدی روایت اولش بازم از هشام ابن حکم هست. احمد ابن در مورد هشام ابن حکم، احمد ابن ادریس از محمد ابن عبدالجبار، صفوان ابن یحیی از علی ابن ابی حمزه قال قلت لابی عبدالله، به امام ابو عبدالله من گفتم که سمعت هشام ابن الحکم، این فرد رفته نزد امام جعفر صادق و میگوید که من از هشام ابن حکم شنیدم که ایشون میگفت که یروی عنکم، از شما روایت میکرد، از شما روایت میکرد، نه اینکه خودش معتقد باشه، دروغ میبسته، قطعا دروغگویی هست که به امام دروغ بستن. از شما روایت میکرد که ان الله جسم صمدی نوری، که الله متعال جسم هست و صمدی و نوری هست. این مطلبی هست که آقای هشام ابن حکم به دروغ از امام جعفر صادق در واقع نقل کرده و این روایت هم موثق هست. این روایت هم در واقع موثقه. این روایت دومی از سوم که در مورد هشام ابن حکم اومده که ایشون مجسمی بودن. روایت چهارم، این روایت اول از امام ابو عبدالله بود، یعنی ایشون به دروغ از امام ابو عبدالله در واقع نقل کرده بود که الله جسم هست. روایت چهارم از محمد ابن حکیم آمده قال وصفت لابی ابراهیم، من رفتم پیش امام ابو ابراهیم، یعنی امام موسی کاظم. اولی امام جعفر بود، این امام بعدی هست، امام موسی کاظم. وصفت لابی ابراهیم علیه السلام قول هشام ابن سالم الجوالیقی، نظر هشام ابن سالم جوالیقی رو مطرح کردم. و حکیت له قول هشام ابن الحکم انه جسم، و نظر و قول هشام ابن حکم رو من عرض کردم خدمت امام کاظم که میگوید که انه جسم، که الله متعال جسم هست. روایت بعدیش از یک فرد دیگر هست، اون روایت از محمد ابن حکیم بود. روایت قبلی از علی ابن ابی حمزه بود. این راویان متفاوت هستند در تمام این روایت، افراد دیگری هستند. روایت پنجم باز محمد ابن فراج رخجی هست. قال كتبت الى ابي الحسن علیه السلام، من نوشتم به امام ابوالحسن یعنی به امام کاظم، اساله اما قال هشام ابن الحکم فی الجسم، سوال کردم که نظرشون درباره نظر هشام ابن حکم در مورد جسمیت الله متعال چی هست. و هشام ابن سالم فی صورته، و هشام ابن سالم که معتقد به این است که الله متعال صورت دارد. فکتب دع عنک حیرة الحیران واستعذ بالله من الشیطان لیس القول ما قال الهشامان، نظر هر دو هشام اشتباه هست و در واقع دروغ هست و خلاف واقع هست. این روایت قبلی بود. و روایت بعدی از یک فرد دیگر هست، از یونس ابن زبیان هست. این میگه من رفتم نزد امام ابو عبدالله
فقلت له ان هشام ابن الحكم یقول قولا عظیما. من به امام ابو عبدالله گفتم که آقای هشام ابن حکم یک حرف خیلی سنگینی رو دارد میزند. الا انی اختصر لك منه احرفا. من میخوام حرف و عقیده آقای هشام ابن حکم را خلاصه به شما عرض بکنم. فزعم ان الله جسم. معتقد است که الله متعال جسم مجسمه هست. روایت هفتم از حسن ابن عبدالرحمن حمانی هست. این فرد دیگری هست، باز هم یعنی افرادی که رفتند نزد ائمه مختلفی رفتند و خودشون افراد متعددی بودند. میگن من به امام ابوالحسن گفتم، ابوالحسن موسی بن جعفر، ان هشام ابن الحکم زعم ان الله جسم لیس کمثله شیء. معتقد هست هشام ابن حکم که الله متعال جسمی هست، جسمی که شبیه و نظیری رو در واقع نداره. روایت بعدی علی ابن ابراهیم هست از محمد ابن عیسی، از یونس، از محمد ابن حکیم قال وصفت لابی الحسن علیه السلام قول هشام الجوالیقی. من قول هشام جوالیقی را و ما یقول فی الشاب الموفق اینو عرض کردم، هشام ابن سالم، و وصفت له قول هشام ابن الحکم فقال ان الله لا یشبهه شیء، که ایشون گفتند که الله متعال هیچ چیزی شبیه به الله متعال نیست. پس بنابراین تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که چندین نفر، این تقریبا 7-8 نفر از راویان شیعه، 7-8 نفر از راویان شیعه و از اصحاب ائمه رفتند پیش ائمه خودشون. پیش امام ابو عبدالله رفتند، پیش امام امام موسی کاظم رفتند و در روایت دیگر رفتند پیش امام رضا هم. یعنی تعدادی از راویان شیعه در طول 3 نسل از نسل‌های ائمه در زمان امام جعفر صادق، موسی کاظم و امام رضا رفتند به این ائمه گفتند که آقای هشام ابن حکم چنین و چنان عقیده ای رو دارند. و جالب اینجاست که در برخی از روایات اومده که این دروغ رو نسبت داده به امام جعفر صادق. این آقایون اومدن برای ما در مورد لزوم وجود حجت صحبت کردند. افرادی با این سابقه، من نمیخوام در مورد اینها بیشتر، فکر کنم این اندازه برای اینها در واقع کافی باشه که این افراد در واقع ماهیتشون برای بینندگان عزیز مشخص باشه. راویان این باب کافران به قرآن هستند، کافران به الله هستند، خدا را در واقع جسم میدونند و بقیه مواردی که در اینجا بودن، هم هشام ابن سالمش که البته جز راویان این باب نیست و هم هشام ابن حکم و هم در واقع احول که جز راویان این که باب هستند، جز مجسمه هستند، اعتقاد انحرافی رو دارن، بلکه بنیانگذار یک انحراف در دین اسلام بودن. و راویان دیگرشون مانند علی ابن ابراهیم، مانند پدرش ابراهیم ابن هاشم و آقای علی ابن حکم، اینها معتقد به تحریف قرآن و کافر به قرآن در واقع بودن. آیا سوال اینجا هست، آیا کسی که چنین اعتقاد فاسدی را داشته باشد، نه قرآن را قبول داشته باشد، نه الله را آنگونه که شاید باید قبول داشته باشد، اینا رو میشد گفت مسلمان؟ آیا از چنین افرادی انسان عاقل دین خودش را میتواند اخذ بکند یا خیر؟ ما که به الله ایمان داریم و حرمت الله متعال را در واقع داریم و الله را میشناسیم و به قرآن ایمان داریم و قرآن را تحریف شده نمیدونیم، روایات این افراد از دیدگاه ما و تمام شیعیانی که اهل انصاف هستند و به قرآن ایمان دارند، من فکر نمی کنم که روایات اینها را به پشیزی هم در واقع بخرند. جزاکم الله خیر. جناب مولانا، حالا کسی بیاد مثلا یک شیعه عادی بگه که خب این هشام ابن سالم یا هشام ابن حکم یا اینایی که تو این روایت ها هستن و قائل به این خزعبلاتن، ما اینا رو هیچ قبول نداریم. شاید یک شیعه متحمس که دین دوست هست، اهل بیت دوست داره، واقعا یعنی اسلام رو دوست داره، قرآن رو دوست داره، انسان مخلصی است، شاید این حرف رو بزنه. ما بارها دیدیم که میان انکار میکنن، میگن ما اصلا کافی رو قبول نداریم، این روایت ها رو قبول نداریم. منتها یک تصویر من اینجا در اصل صحبت شما در مورد هشام ابن حکم پیدا کردم از کتاب آیت الله جعفر سبحانی، کتاب کلیات علم رجال. شاید تعجب بکنید از حرفای این در مورد هشام ابن حکم. احمد جان اگر این تصویر رو نشون بدید. این تصویر این کتاب است، ترجمه کلیات علم رجال، در ایران هم چاپ شده، در فصل 8 صفحه 357. میگه تشبیه یا همین قضیه تجسیم در مورد خداوند که به هشام ابن حکم نسبت داده است محال است. شاگرد امام صادق علیه السلام که در دامان او بزرگ شده است چنین اندیشه هایی داشته باشد.
و لذا ممکن و بلکه واقعیت این است که مخالفین و حسادت کنندگان به مقام و فضل هشام و نیز کسانی منکر فضیلت او نیروی بحث و مناظره بودن، شخصیت او را از طریق نسبت دادن اقوال باطل به او تخریب کردند. یعنی آقای کلینی صاحب صحیح ترین کتاب شیعه بعد از قرآن، آدمی حسود در پی تخریب دین شیعه و دشمن اهل بیت و راویان شیعه. اونم نه یک روایت، 7-8 تا روایت آورده با من سندهای موندم، مختلف، یعنی که از چند نفر از ائمه شیعه. خب کدوم رو قبول بکنیم در اینجا؟ شطور رو قبول کنیم یا مرغ؟ دیگه بدون شرح دیگه. اگر واقعا کلینی اومده باشه راویان شیعه رو زیر سوال ببره، تهمت زده باشد، خب چه کسی از دین شیعه دفاع بکند؟ اگر ثانیا اینو جعفر سبحانی الان کشف کرده، یعنی یا به قول آقای قزوینی کشفش کرده؟ نه، آقایان آوردند، گفتند که در زمان روایتی در رجال کشی آوردن، گرچه سندشان باید بررسی بشه، گفتند که هشام ابن حکم رفته میخواسته با امام جعفر صادق در واقع مناظره بکنه، در چند جلسه رفته و خلاصه ناکام مونده و من کتاب رو فراموش کردم بیارم و نهایتاً توبه کرده. من این که عرض کردم که بعد از امام جعفر صادق، بعد از وفات امام جعفر صادق، در زمان موسی کاظم باز هم همین عقیده رو داشته که چند نفر از راویان شیعه، از ائمه شیعه رفتن چیکار کردند؟ شکایت کردند پیش ائمه، پیش امام موسی کاظم و پیش امام رضا که این هشام ابن حکم چنین اعتقادی رو داره. مگر ائمه نمیدونستند که هشام ابن حکم توبه کرده؟ خب یک کلمه میگفتند که نه، ایشون که از حرفش برگشته و توبه کرده، چون این چیزی وجود ندارد. یعنی این که این حرف صادق هست و واقعیت دارد، هم شیعه نقلش کردند در صحیح ترین کتاب خودشون، هم اهل سنت اینو نقل کردند. یعنی تمام کسانی که درباره فرق و مقالات کتاب نوشتن، این عقیده تجسیم را، بنیانگذارانش را و این کسانی که معتقد به تجسیم بودند، کسی نیست جز همین هشام ابن حکم در کتاب شیعه سنی در واقع نقل شده. پس بنابراین این ادعای توبه کردن هشام ابن حکم و ادعای این که این برچسب‌ها به هشام ابن حکم نمی‌چسبد، این زیر سوال بردن کتاب‌های شیعه هست، زیر سوال بردن آقای کلینی هست و تمام راویانی که بعد از وفات امام جعفر صادق اومدن پیش ائمه دیگر، بازم نقل قول کردند که آقای هشام ابن حکم چنین عقیده‌ای را دارند. نه اونها گفتند که قبلا چنین عقیده‌ای را داشته الان توبه کرده، و نه اماما گفتند که نه، ایشون که توبه کرده پیش امام قبلی رفته بود توبه کرده. چنین چیزی از نظر نقلی و از نظر سندی صحت ندارد، بلکه برای همیشه نه تنها این که در واقع معتقد بوده، بلکه روایت جعل می‌کرده به نام امام جعفر صادق، اونگونه که در اینجا آمد، و این عقیده رو نسبت میدادن به امام جعفر صادق. جزاکم الله خیر. بله بینندگان عزیز گرامی، این هم یک تحدی، یک سوال، یک چالش دیگه برای مدعیان دروغین امامت و حجت بودن ائمه اهل بیت که این هشام ابن حکم که یکی از راویان اولین باب از کتاب حجت در کافی هست، قائل به جسمانیت الله سبحانه و تعالی بوده. از طرف دیگر آقای جعفر سبحانی اومده ازش دفاع کرده، از طرف دیگر یکی از راویان مشهور و معروف کتاب کافی است و بررسی سندی روایات هم از مرآت العقول جناب مولانا نشون دادن که در بینش یک روایت صحیح هم نبود، همش مجهول که صحیح، که حالا در موردش صحبت میکنن، اصطلاحات خاص دین عبدالله ابن سبع یهودی است. یعنی تناقض در خود کتاب کافی در مورد یکی از روات معروف و ثقه اینها و آنطوری که آیت الله جعفر سبحانی ادعا کرده که شاگردان خاص امام جعفر صادق وجود داره، در جای از این کتاب به وی چسباندن که قائل به جسمانیت بوده یا واقعیت یا تهمت، شاید آقای کلینی تهمت زده بهش، و در جای دیگه میشه یکی از روات درجه یک کتاب حجت. دیگه خودتون میدونید که این دین راهی که میرود به ترکستان است. میان برنامه میگیریم و بعد از اون ان شاءالله دوباره برمیگردیم خدمت شما بزرگواران. با ما همراه باشید. خالی نبودن زمین از حجت. ببین من یک دو تا بخونم براتون. امام باقر میفرماد والله قسم میکنم ما ترک الارض منذ قبض الله آدم الا و فیها امام یهتدی به الی الله.
خداوند عزوجل از زمانی که حضرت آدم را بالاخره قبض روح کردند و به جوار خودش انتخاب کرد، اختیار کرد، تا به امروز یک روز زمین از حجت امام یهتدا به الی الله، امامی که مردم به وسیله اون امام به سوی خدا راهنمایی می شوند. اون امام کیه؟ و هو حجت الله علی عباده، او حجت خداست. بعد فرمودن که ولا تبقى الارض بغیر امام حجت الله، اصلا زمین بدون امامی که اون امام حجت خدا باشد بر عباد و بر بندگان، هیچ وقت زمین از اون امام خالی نخواهد شد. این روایت من اجازه بخوانم؟ تمنا میکنم. بله بفرمایید. میفرماید که بله ما خلت دنیا، حالا روایت قبلی از زمانی که خداوند عزوجل حضرت آدم را به جوار خودش اختیار کرد. بله. روایت بعدی میفرماید باز از امام باقر است، ما خلت دنیا منذ خلق الله السماوات والارض، از روزی که خداوند عزوجل آسمان و زمین را آفرید، زمین دنیا خالی نشد از چی؟ من امام عدل، امام عادل، و این روال هست الی ان تقوم الساعه، تا قیامت، حجتا لله علی خلقه، حجت خدا بر خلق. قرآن کریم فقط و فقط انبیا علیهم السلام را حجت می داند و از امامت و امامان مزعوم که آنها را حجت الله بر بندگان می دانند نامی نمی برد. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. پیامبرانی مژده رسان و بیم دهنده برانگیختیم تا مردم پس از ارسال پیامبران حجتی در برابر الله نداشته باشند و الله غالب با حکمت است. و همچنان امام علی رضی الله عنه فقط انبیا علیهم السلام را حجت می داند و از ائمه نامی نمی برد. در نهج البلاغه خطبه 144 آمده است که امام علی رضی الله عنه فرمودند بعث الله رسله بما خصهم به من وحیه و جعلهم حجة له علی خلقه. الله متعال پیامبران خیش را فرستاد و وحی را مخصوص آنان گردانید و آنها را حجت خود بر مخلوقات ساخت. علاوه بر این حجت باید با مردم و در بین مردم بوده باشد و تعالیم دین را به ایشان بیاموزاند تا دلیلی بوده باشد بر مردم. اما امامی که بیش از 1200 سال است که غایب بوده و کسی هم نمی‌داند که او کجاست و چه می‌کند و کسی به او دسترسی ندارد تا از او تعالیم دین را بیاموزد، چطور می‌تواند که حجت باشد؟ و حجت بودن او چه نفع و سودی برای مردم میرساند و وجود و یا عدم وجود وی چه تأثیری بر دین و ایمان انسانها دارد؟ وصال حق در تلگرام. عزیزانی که مایل به دریافت تازه‌های شبکه، اما از برنامه‌های زنده، کلیپ‌ها، احادیث، سرودها، سخنان علما، کتاب‌ها و مطالب مفید دیگر هستند، با مراجعه به پیام رسان تلگرام به زبان انگلیسی واژه وصال حق تیوی را جستجو نموده و پس از وارد شدن به کانال وصال حق کلید جوین را فشار دهند.
بنده احمد عزیز افغان از تورنتو از کانادا زنگ زدیم. مریم هستم از فرانسه. امیر حسین هستم از بلژیک. من از شهر جرمنی گپ میزنم. من از سوئد زنگ میزنم، ایرانیم. من خواهر شما هستم، از اروپا و شما زحمت دادم. سلام علیکم، بنده عباس هستم از انگلستان مدام حضورتون میشم. جناب آقای انصاری. من محمد هستم از لندن. یه فاطمه از آلت وارد داریم. بله از هلند. نوررحمان هستم از اوکراین با تماس هستم. من رحیم هستم از ترکیه. فعلا در استرالیا در شهر سیدنی می باشم. من محمد از لبنان زنگ میزنم. مادر محمد از کردستان عراق. عبدالله هستم از آذربایجان. انا یوسف من لهواد. هاشمی هستم از ایران تماس میگیرم جناب انصاری. من بخیر هستم از دبی زنگ میزنم. ما از بحرین زنگ میزنم. مادر محمود اسمه. آقای انصاری از افغانستان مزاحم میشم. سلام، من هستم از تاجیکستان. من بلالم از کشور قزاقستان. محمد فاروقی از هندوستان. من حسین هستم از روسیه. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی با حجت بی حجت و بررسی کتاب حجت از کافی در خدمت شما عزیزان هستیم. همش حجت شد و کتاب حجت اما حجتی وجود نداره، خاطرتون جمع باشه. جناب استاد، نظر من رو این تصحیح و تضعیف مرآت العقول جلب کرد. یعنی جالبه که یک روز بیننده زنگ زد به این استاد حجت الاسلام شترمرغ که شما چرا کتابی ندارید که تصحیح و تضعیف بکنه احادیثتون رو، قضیه که دائما در شبکه اهل سنت مطرح شد. بعد خیلی با افتخار یه بادی به قبق انداخت و گفت که بله داریم کتاب مرآت العقول، شما خبر ندارید، اینم صفحه اینم جلد، ببینید این روایت رو تصحیح و تضعیف کرده. خب بیننده بیچاره چون اطلاع کافی نداشت از کتاب مرآت العقول و خبرم نداشت که 17000 حدیث 17000 آیه قرآن رو همین آقای مرآت العقول باقر مجلسی اومده توثیقش کرده. اصطلاحات خیلی عجیبی هست، یعنی مجهول کالصحیح، مثل که بگیم که مثلا ابوالقاسمی جاهل کالعالم. این چجور جور در میاد؟ خب یعنی لا مشاهده فی الاصطلاح، یک چیزی رو دارن دیگه، ما باید قبول بکنیم دیگه. هر چی گفتند ما قبول داریم. البته در مورد این که تصحیح و تضعیف کردند، این معنیش این نیست که اینا که تضعیف کردند در واقع قبول ندارند، بلکه کتاب اصول کافی رو همش رو قبول دارند. در این زمینه اقوال علماشون هست. این فقط نمیدونم یک کار بیهوده بوده، کار بیهوده بوده واقعا. وقتی که ضعیف بودن راوی به این یا روایت یا جعلی بودن روایت به این معنی نیست که ما بعد اون کنار بذاریم، پس منفیتی هم نداره. و جالب اینجا هست که آقای بهبودی هم که این کار رو انجام داد در کتاب صحیح کافی این مطلب رو، و تقریبا کاری شبیه به کار آقای مجلسی هست، منتها در برخی از موارد تفاوت داره.
این کتاب را به عنوان صحیح اصول کافی نگذاشتند که در ایران چاپ بشود. در این تا جایی که من اطلاع دارم در اون زمان که این کتاب رو نوشتند ایشون احضار کردن در دفتر آیت الله منتظری و نهایتا نظرشون بر این شد که این کتاب رو به عنوان گزیده اصول کافی چاپ بکنند. امروزه همین کتاب به نام گزیده اصول کافی در ایران در واقع چاپ شده. زیرا اگر میگفتند صحیح کافی معنیش این بود که باقی ماندهش ضعیف است و اعتباری نداره. این اومدند یک در واقع حیله آخوندی به کار بردند و گفتند که گزیده اصول کافی یا کتاب کافی، این هر کسی که وقتی این کتاب رو ببیند بگین این روایت هستند که انتخاب شده، نه تنها روایات صحیح است که در اینجا جمع شده. گرچه اونم خیلی اشکال داره، کار آقای مجلسی خیلی اشکال داره. مجهولون کالصحیح بیارن در کتاب‌های شیعه، در کتاب‌هایی که در مورد علم درایه هست و روایه هست، این اصطلاح رو برای ما تعریف بکنن. این از کجا آوردند؟ کی اینو اختراع کرده؟ ما تمام در واقع ساختیم در واقع با این اصطلاحاتی که آقای مجلسی داره. اینو شما مثالی زدید، من یک مثال دیگه برای این بزنم تا اینکه برای بینندگان عزیز واضح بشه که مجهولون کالصحیح یعنی چی. مجهول یعنی ناشناس، گمنام، کسی که ما نمیدونیم که راوی این حدیث کی هست، مشخص نیست برای ما، اما با وجود این صحیح باشه. صحیح به اون روایتی گفته می شود که راویش امامی عادل باشد و از امامی عادل نقل کرده باشه، یعنی امامی که توثیق شده باشه و عدالتش ثابت شده باشه، نه صرف توثیقش بلکه در اون گفته باشه که فلانی عادل هست. روایت مجهول خب مشخصه، از اسمش مشخصه که مجهول ناشناس است. این دقیقاً مانند این میمونه که به یک فردی مثلا بگن که فلانی ولد الزنای حلال زاده هست، فلانی ولد الزنا اما حلال زاده هست، مثل آقای بکارم شیرازی. دیگه این نمیدونم این اصطلاح رو میشه یه جا جمع کرد یا اصطلاح رو جمع نکرد. ما در زبان محلی خودمون یک ضرب المثل داریم که میگیم که برای آدم مفلس شش هم گوشت حساب میشه. کسی که توانی نداره بره گوشت بخره، همون شش مثلا گوسفندی رو مثلا بخره، اونم دلش خوشه بنده خدا که منم گوشت خوردم. برای آدم مفلس همون شش هم در واقع حکم گوشت رو داره. الان آقایون گفتند که مجهولون کالصحیح، وقتی که صحیح ندارند مجبورند که بگن خب مجهولون کالصحیح، این برای ما در واقع گوشت هست یا این ولد الزنا برای ما حلال زاده هست. مبارکشون باشه. اما همین روایتی رو که آقای مجلسی به عنوان صحیح قبولش کرده، مجهولی که همتراز و مساوی با صحیح هست، ببینیم که در واقع در این روایت چه چیزی رو مطرح شده، آیا قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. گذشته از این که راویانش در واقع به اعتراف خودشون مجهولند، ناشناخته هستند. هیچ انسان عاقلی دین خودش را و دیانتش را، اصول دینش را از یک انسان مجهولی نمیگیرد. ما از کجا بدونیم این مجهول اصلا مسلمان بوده، یهودی بوده، مسلمان هست، کافر هست، مشرک هست، کی بوده ما نمیدونیم. راست گفته، دروغ گفته، تا زمانی که مشخص نشه که این حرفو که زدن. ببینید حجت بودن ائمه خودشان را، الزام و اضطرار به حجت را از یک فرد مجهول ثابت میکنن. خب باید این از حجت ثابت میکردید. و یک حجت و یک برهان، یک آیات بینات و واضحاتی باید باشد که فلان ائمه حجت الله بر روی زمین هست. الان اومدن از یک مجهول کالصحیح، از یک ولد الزنای فرض کن که حلال زاده‌ای میخواد که دین خودشون اونم اصول دین رو در واقع ثابت بکنن. از مجهول و کالصحیح، از یا موثق کالصحیح و نمیدونم فلان اصطلاحات دیگری که داره، حتی نمیشود یک حکم فقهی و فرعی رو ثابت کرد. از خبر واحد به هیچ عنوان در واقع در باب اعتقادات در علمای شیعه در این زمینه اقوال مفصلی دارند. خود آقای طوسی روایات مهدویت امام موسی کاظم را به این دلیل رد کرده خبر واحده. 40 تا روایت آورده، این خبر واحده که سابق این خبر واحده. خب بنده خدا 40 تا روایت یک جا جمع بشه، 40 تا خبر واحد یک جا جمع بشه، خب میشن متواتر به قول آقای ابوالقاسمی. اما به هر صورت این اصولی هست که آقایون برای خودشون در واقع بنیاد کردند و شیعه رو به این گونه فریفتند و دلخوش هستند. ما هم براشون مبارک باشه. مجهول کالصحیح، دین شیعه مجهول است کالصحیح. ما هیچ گونه حرفی در این زمینه نداریم. بله فکر کنید. البته قزوینی در یکی از صحبتاش میگه که این بحث تصحیح و تضعیف که است اینا بحث اجتهادیه، یعنی ایشون
دوست داره که هر روایتی رو خاص تصحیح بکنه، دیگری دوست داره هر روایتی رو تضعیف بکنه. بله، با این روایت دیگه نمیشه شما سر یک کسی الزامی رو ثابت یعنی بکنید. تا قیامت این مسئله بازی اینا ادامه خواهد داشت. آقای مجلسی گفته که مجهول اون کس صحیح، این برای من صحیحه، اصلا برای من متواتره. بیا خانهش بکن که این روایت مجهوله، ناشناخته است، این متواتر که نه حتی صحیح هم نیست، مجهول، اصلا نمیدونی که اینو روایت کرده، فلانی که در این سند اومده اصلا معلوم نیست که چه کسی هست، کی بوده. اما باز هم در واقع میگه خب من قبولش دارم. اگر به خاطر اینکه حرف مستند باشه، همین کلیپ خیلی مختصری است از این آقا، اینو بشنویم با هم دیگه. مگر شما نسبت به رواتتون اتفاقی دارید؟ شما بفرمایید صحابه را بگذارید کنار، مابقی رواتتون چند تا راوی دارید که اختلاف ندارید روش؟ یعنی تمام علمای رجال گفتن اینها ثقه هستن. خب یک راوی هست، یک فقیه میگه ثقه هست، یک فقیه دیگه میگه ثقه نیست. اونی که میگه ثقه هست به روایتش عمل میکنه، بر طبق روایتش فتوا میده. اون فقیهی که اون راوی رو ثقه نمیداند، عمل نمیکنه به روایتش، طبق روایتش هم فتوا نمیده. اینها بحث اجتهادیه. بله، بحث اجتهادی. منم تقاضا دارم که آقایون بیان تیمین 200-300 نفر کارشناس و حجت الاسلام و نمیدونم آیت الله که دارند، حداقل زحمت بکشند روی همین کتاب اصول کافی. کتاب اصول کافی از دیدگاه رجالی های حوزه علمی قم چه اندازش صحیحه. حداقل اتفاق نظر بکنن، چند نفر جمع بشن بگن که آقا اجتهاد ما در مورد کتاب اصول کافی و کل کافی اصول فروش این است، این روایت صحیح، این روایت در واقع ضعیف هستن، تا اینکه در واقع برای جهانیان مشخص بشه که کافی از چه جایگاهی برخوردار هست. احمد آقا میگه یک کمی اجتهاد از خودشون به خرج بدن. من. البته آقای کمال حیدری گفته بود که اینا مرد این نیستن که دو تا از علمای حوزه قم یا نجف جمع بشن قضیه تحریف قرآن رو انکار بکنن. چون به قول شما انکار قضیه تحریف قرآن به معنای انکار روایاتی که در کافی است در باب تحریف و انکار این روایات به معنای انکار امامت. قطعا این گونه است و جالب اینجا هست که تا کنون مدارس شیعه حوزات علمیهشون و مراجع تقلیدشون هیچ کدام بیانیه‌ای که اظهار نظر بکنن در مورد قائلان به تحریف قرآن. خب یک کسی اومده گفته که تحریف قرآن متواتر از دیدگاه من، حکمش چیه؟ کسی که 100% یقین داره که قرآن تحریف شده است، تا کنون هم اظهار نظر نکردن. در مورد نعمانی و در مورد مجلسی و نمیدونم 10 نفر دیگری که مدعی شدند که روایات تحریف قرآن بله که در واقع متواتر هست، اظهار نظر نکردن. زیر اظهار نظر کردن در این زمینه، اظهار نظر کردن در مورد این مساوی هست با اعلام بطلان مذهب شیعه. خب می‌پردازیم به روایت دوم، مجهول کصحیح. بله، این ولد الزنا حلال زاده، ببینیم که محتوایش چی هست و در چه سطحی هست. ایشون در روایت دوم کاری به سندش ندارم، حکم سندش رو خود آقای مجلسی اینو بیان کرده، فقط در یک مقطعی که یعنی اصل این روایت هست در اینجا اینو ذکر کرده، میگه و قلت للناس، میگه من به مردم گفتم. این روایت از منصور ابن حازم هست، میگه که من رفتم پیش امام ابو عبدالله و به امام ابو عبدالله این مطلب را نقل کردم، قلت لابی عبدالله. و در ادامه روایت در صفحه بعد میگه که و قلت للناس، من به مردم گفتم، یعنی این اعلام حجتی هست که در اینجا میگه شما میدانید که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم، شما میدانید که رسول الله صلی الله علیه و سلم حجت بود بر روی مردم؟ گفتم بله ما اینو میدونیم، رسول الله حجت بودن در زمان خودشون. خب سوال کردن خب بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم حجت کی هست؟ رسول الله فوت کردن، بعد از ایشون حجت کی هست؟ میگه مردم گفتند که قرآن هست، فقالوا القرآن، قرآن حجت هست. این آقا میگه که من نگاه کردم در قرآن، دیدم که از این قرآن همه کس برای خودش استدلال میکنند، هم مرجعه استدلال میکنند، هم قدری ها و هم انسانهای بیدین و زندیق از این قرآن در واقع که اصلا ایمان به قرآن ندارند، به نفع خودشون از این قرآن دارن چیکار میکنند؟ استفاده میکنند. فعرفت ان القرآن لا يكون حجتا الا بقیم، من به این نتیجه رسیدم که قرآن بدون قیم حجت نیست. این حرف این آقا هست.
فما قال فيه من شيء کان حق، هرچی در قرآن اومده باشه حق. فقلت لهم من قیم القرآن. الان سوال کردم خب شما که این قرآن رو هر کسی برای خودش تفسیر میکنه، الان قیم بر قرآن کی هست؟ چه کسی قولش در مورد قرآن، حرف قرآن معتبر هست؟ گفتند که ابن مسعود هست، بعضی گفتند که عمر هست، عمر میدونست، حذیفه میدونست. گفتند همه میدونستند؟ قلت کلهم، آیا همه قرآن رو میدونستند؟ گفتند که نه، هر کسی این علم کامل نداشتند. گفتم فلم اجد احدا یقال انه یعرف ذلك كله الا علی. من کسی رو پیدا نکردند که مردم معتقد باشند که کل قرآن را میداند مگر حضرت علی. و اذا کان شیء بین القوم فقال هذا لا ادري. وقتی که در میان یک ملتی، یک گروهی، یکی بگه که من نمیدونم، اون کسی دیگه بگه من نمیدونم، سومی بگه من نمیدونم، و قال هذا انا ادري، علی بگه که من میدونم، فاشهد ان علیا کان قیم القرآن. من گواهی میدم که علی چیکار بوده؟ قیم قرآن بوده. و طاعتش چیکار بوده؟ مفترض بوده، یعنی فرض بوده از جانب الله. و کان الحجه علی الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس بنابراین ایشون میشد حجت بعد از رسول الله، هر چیشون در مورد قرآن بگه حقه. فقال رحمك الله. امام جعفر صادق هم به عنوان تایید بهشون گفتند که آفرین، بارک الله، الله متعال تو رو مورد رحمت خودش قرار بده. یعنی این که امام جعفر صادق هم این استدلال آخر رو چیکار کرده؟ پذیرفته. الان میریم در مورد اصل این مقوله که آیا قرآن حجت هست یا قرآن حجت نیست. آیا غیر از قرآن حجت دیگری هست یا نیست؟ آیا قرآن نیاز به در واقع قیم دارد یا ندارد؟ آیه رو که در میان برنامه پخش شد دوستان شنیدن در سوره نساء، الله متعال صراحتا در قرآن کریم در سوره نساء میفرماد رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. الله متعال در ابتدای جزء سوم هست که الله متعال پیامبران را فرستاد، برخی از این پیامبران را بر برخی دیگر برتری داد. این پیامبران را به عنوان رسالتشون چی هست؟ مبشرین و منذرین، که هم بشارت بدهند و هم بیم بدهند. چرا پیامبران را الله متعال فرستاد؟ تا این که انسانها بعد از ارسال رسول حجتی رو در مقابل الله نداشته باشند. کسی ادعا نکند که ای الله حجت بر من قائم نشده. یعنی حجتی رو که الله متعال میخواست قائم بکند توسط پیامبران الله متعال اینو قائم کرد. و در جاهای مختلفی از قرآن کریم ما میبینیم که الله متعال کتابهای آسمانی رو امام خونده. به طور مثال در مورد حضرت موسی علیه السلام اومده و من قبل کتاب موسی امام و رحمت در سوره هود، که کتاب موسی امام و رحمت بود. در سوره احقاف میخونیم که و من قبل کتاب موسی امام و رحمت و هذا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا و بشرا للمحسنین. این کتاب موسی را در واقع گفته که امام و رحمت است. یعنی هر کتابی در زمان خودش امام بوده و حجتی بوده که توسط اون کتاب الله متعال در واقع حجت رو بر مردم قائم میکرده. در میان روایات شیعه وقتی که ما نگاه میکنیم صراحتا اومده که قرآن حجت است. در این روایت مجهول کالصحیح که عرض کردم آقای مجلسی میگه که مجهول کالصحیح اومده بود که گفته بود قرآن حجت نیست. قرآن به تنهایی حجت نیست و نیازی به در واقع یک قیم داره که اونم کسی هم نیست به جز حضرت علی رضی الله. کل این داستانیه که در واقع از ساخته و از خیال پردازی کرده. به هر صورت ما برمیگردیم ببینیم که از دیدگاه شیعه، از دیدگاه ائمه شیعه، آیا قرآن حجت هست یا حجت نیست. در کتاب تفصیل وسایل شیعه از قول امام باقر اومده، تفصیل وسایل شیعه از دوستان اینو نمایش بدن. تفصیل وسایل شیعه جزء دوم این کتاب هست، البته این چاپی که بنده دارم، و از این جزء صفحه 558 هست. 558 هست. در این از کتاب‌ها و چاپ‌های قبلی جلد 4 صفحه 823 بوده که در اینجا علامت زده. چاپ‌های دیگه هست. در اینجا بابی داره ابواب قرائت القرآن ولو فی غیر الصلاة، قرائت قرآن ولو در غیر نماز باشه. باب وجوب تعلم القرآن و تعلیمه کفایتا و استحبابه عینا. از محمد ابن یعقوب هست این روایت، از علی ابن محمد، از علی ابن عباس، از حسین ابن عبدالرحمن با این سندی که در اینجا آورده، و نهایتا میگه که ان ابی جعفر، از امام ابو جعفر یعنی امام باقر رضی الله تعالی عنه اینو نقل کرده. قال یا سعد تعلم القرآن، قرآن را فرا بگیرید، فإن القرآن یأتی یوم القیامة فی احسن صورت نظر الیها الخلق. قرآن در روز قیامت در بهترین شکل و صورت در واقع ظاهر می شود و میاد تا اینکه به الله متعال میرسد.
باشد. فینادی تبارک و تعالی، الله متعال قرآن را صدا میزند، یا حجتی فی الارض، یا حجتی فی الارض، ای حجت من در روی زمین. در اونجا بود گفته بود قرآن حجت نیست، در اینجا الله متعال قرآن رو خطاب کرده یا حجتی فی الارض و کلامی الصادق الناطق ارفع رأسک و سل تعطى، بلند بشو شفاعت بکن که شفاعت تو در واقع قبول کرده می شود. در اونجا قرآن هم بلند می شود و فیقول یا رب منهم من صاننی، بعضی از اینها از این مردم مرا حفاظت کردند و حافظ علی، مرا حفظ کردند و نگهداری کردند، ولم یضیع شیئا، چیزی رو از حق من ضایع نکردند، و منهم من ضیعنی و استخف بحقی، بعضی از این بندگانت مرا ضایع کردند و بی حرمتی کردند، حق مرا ضایع کردند، حرمت مرا نگه نداشتند، و کذب بی، مرا تکذیب کردند، مانند کسانی که معتقد به تحریف قرآن هستند. و انا حجتک علی جمیع خلقک، و انا حجتک علی جمیع خلقک، من حجت تو هستم بر تمام خلق. اگر این گونه باشد یعنی این که قرآن حجت است بر امام و امام حجت است بر مردم، چون این چیزی در اینجا نقل نشده، فقط گفته که قرآن حجت است، اونم بر تمام خلق الله متعال و آفریدگان الله متعال. غیر از این در روایت دیگر اومده در کتاب بحار الانوار، در کتاب بحار الانوار اومده و که قرآن در واقع امام هست، در جلد دوم صفحه 301 هست و روایت 28 در کتاب العلم. دوستان اگر نمایش بدن این کتاب رو، و کتاب بحار الانوار هست و در اینجا جلد اولش از این چاپی که بنده دارم، اما در چاپه های قدیمی جلد دوم که صفحه 301 هست. در اینجا روایت داره، روایت 29 هست، اینو از امالی مفید اینو در واقع نقل کرده، با سند خودش اینو آورده. میگوید که خالد ابن طلیق میگوید که سمعت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یقول، من شنیدم که امام علی رضی الله تعالی عنه میفرمودند که ذمتی بما اقول رهینه و انا به زعیم، من ذمه‌ام در واقع بند به این حرفی که میزنم، یعنی من مسئول حرف خودم در واقع هستم. و توضیحاتی در اینجا میدهد و در آخر میاد که فقال یا امیر المؤمنین، اون سائل از امیر المؤمنین سوال کرد از حضرت علی رضی الله تعالی عنه، یا امیر المؤمنین فمن نسأل بعدک و علی ما نعتمد، بعد از تو ما به چه کسی مراجعه بکنیم؟ پشتوانه ما چه کسی هست؟ به چه کسی برویم مراجعه بکنیم و احکام شرعی خودمان را و مشکلات خودمان را با اون مطرح بکنیم؟ این سوال واقعا واضح و آشکاره. یا امیر المؤمنین فمن نسأل بعدک، بعد از تو که تو فوت کردی از دنیا رفتی از چه کسی ما سوال بکنیم؟ و علی ما نعتمد، بر چه چیزی ما اعتماد بکنیم؟ فقال استفتحوا کتاب الله، قرآن کریم را از اون طلب فتح بکنید، از اون بخواهید مسائل خودتان را. فانه امام مشفق، بعد از من که من مردم از دنیا رفتم برید پیش قرآن. قرآن امام مشفق هست، امامی هست که شفیق هست، مهربان هست، هدایتگری هست، راهنما و واعظ ناصحی هست، و دلیل یؤدی الی جنت الله، و یک راهنمونی هست به طرف جنت، شما را میگیرد و به بهشت در واقع راهنمایی میکند. جلد دوم و این در واقع جلد 1 و 2 هست که در اینجا چاپ شده و جلد دوم هست صفحه 301 در این کتاب اومده. غیر از این باز هم ما میبینیم که از امام عسکری، این روایت از ائمه دیگر بود، از امام عسکری در کتاب تفسیر صافی، دوستان نمایش بدند، کتاب الفیض کاشانی تفسیر صافی جلد اولش، جزء اولش هست، مطبع التوبة الکامله، و در این کتاب در صفحه 12 در این جلد 1 در صفحه 12 این به عنوان مقدمه اول آمده، المقدمه الاولی، این عنوان مقدمهش هست و در صفحه بعدی این مطلب رو در اینجا آورده. و فی تفسیر الامام ابی محمد الزکی، در تفسیر امام ابی محمد زکی اومده، یعنی امام عسکری، در تفسیرشون اومده که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند ان هذا القرآن هو النور المبین والحبل المتین الی آخر، که در اینجا مطالبی رو در قرآن ذکر کرده و در آخر میگه که و من جعله امامه الذی یقتدی به،
هر کسی که قرآن را امام خودش قرار بدهد که از قرآن پیروی بکند و معوله الذی ینتهی الیه و اینو دستاویز خودش قرار بدهد که بر آن عمل بکند، آواه الله الی جنات النعیم و العیش سلیم، الله متعال را به بهشت برین و عیش سلیم و زندگانی خوشبخت و سعادتمندانه میرساند. در اینجا همون تعبیر است هر کسی قرآن را در واقع امام خودش قرار بدهد. و غیر از این ما میبینیم که در کتاب نهج البلاغه حضرت علی رضی الله تعالی عنه در جاهای متعددی از این کتاب در واقع قرآن را حجت میداند و این کتاب نهج البلاغه هست. و به طور مثال در خطبه 147 این کتاب، در خطبه 147 در اینجایی که مطلبی رو دارد و این خطبه 147 هست، در اینجا میگوید که کأنهم ائمة الکتاب، نقد میکنه کسانی را که بر قرآن عمل نمی کنند گویا که آنها امام قرآن هستند. کأنهم ائمة القرآن ولیس الکتاب امامهم، و قرآن امامشون نیست. اینو به صورت مذمت میگه، یعنی این که مسلمانان باید قرآن را امام خودشون در واقع قرار بدهند. و در جای دیگر در خطبه 183 ایشون میفرماید، در خطبه 183 از این کتاب نهج البلاغه ایشون در این خطبه میگه فالقرآن آمر زاجر، قرآن امر کننده هست، زجر کننده هست، بیم دهنده هست. و صامت ناطق، و صامتی هست که ناطق هست، یعنی یک بی صدایی که حرف نمیزند اما گویا هست. حجت الله علی خلقه، این حجت الله متعال هست بر بندگانش. در این روایات و از اقوالی که از ائمه مختلف هستند، از حضرت علی رضی الله تعالی عنه، از امام عسکری، از امام باقر، از امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنهم اجمعین، ما میبینیم که صراحتا در این روایات اومده که در واقع قرآن حجت هست و قرآن امام هست، برخلاف این ادعایی که در این روایت در واقع یک انسان مجهولی اومده و چنین ادعایی رو در واقع مطرح کرده. و غیر از این وقتی که در کتاب‌ها ما می‌بینیم که در تمام کتاب‌ها که حضرت علی رضی الله تعالی عنه به صورت گسترده ما رو دستور دادن به این که به قرآن در واقع ما عمل بکنیم، عمل کردن بر قرآن. و به طور مثال ایشون میگوید که در خطبه 86 میگوید که فالله الله ایها الناس فيما استحفظكم من کتابه و استودعكم من حقوقه. و در خطبه 84 هست، در اینجا میگوید که فالقى الیکم المعذره واتخذ علیکم الحجه، الله متعال در واقع عذر رو بر شما کامل کرده و حجت رو بر شما برقرار کرده، واتخذ علیکم الحجه. در خطبه 91 ایشون میگویند که مطلبی رو در اینجا دارد که ولم یخلهم بعد ان قبضه، بعد از این که الله در مورد حضرت آدم علیه السلام هست، بعد از آدم الله متعال در واقع انسانان رو رها نکرد، بلکه بعد از ایشون حجت رو بر اونها کامل کرد. مما يؤكد عليهم حجة ربوبيته ويصل بينهم وبين معرفته بل تعاهدهم بالحجج على ألسن الخيرة من أنبيائه، حجت ها را توسط پیامبران چیکار کرد؟ بر انسان ها قائم کرد. و متحملی وداعی رسالاتی قرنا فقرنا حتى تمت بنبینا محمد صلی الله علیه و آله حجته، با فرستادن رسول الله صلی الله علیه و سلم حجت کامل شد. یعنی این که حجت دیگر بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم که در واقع حجت باشه به عنوان یک انسانی که حجت الهی بر روی زمین باشد و منسوب از جانب الله متعال باشد، چنین چیزی وجود ندارد. و بلغ المقطع عذره و نذره، که در واقع کاملا اتمام حجت کرده و هیچ گونه جایی برای بهانه‌گیری در این زمین الله متعال باقی نگذاشته. و همچنین در خطبه 176 ایشون میفرمایند که انتفیعوا به بیان الله، با بیان الهی یا قرآن استفاده بکنید، بهره بگیرید. و تعیذوا بمواعظ الله واقبلوا نصیحة الله فان الله قد اعذر الیکم بالجلیه واتخذ علیکم الحجه، الله متعال حجت رو بر شما در واقع کامل کرده. و در اینجا میفرماند واعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل
یضل و المحدث الذی لا یکذب. قرآن یک ناصحی هست که خیانت نمی کند، فریبکاری نمی کند، هدایتگری هست که شما رو گمراه نمی کند و سخنگویی هست که دروغ در واقع نمی گوید. و در این زمینه مطالب بسیار زیادی در کتاب در واقع نهج البلاغه و در بقیه کتاب‌ها به صورت گسترده در واقع وجود داره. پس بنابراین از دیدگاه قرآن، از دیدگاه رسول الله، از دیدگاه ائمه اهل بیت، قرآن در واقع امام هست و حجت هست و با رسول الله صلی الله علیه وسلم حجت بر انسان‌ها کامل شده و بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع حجت دیگر نیست. البته حجت به این معنی که از جانب الله متعال قول فلانی حجت باشد عرض میکنم که اگر اون نباشد حجت بر مردم قائم نمیشد. الحمدلله این فضل الله متعال است که یک مهدی رفت و گم شد. الله متعال که حجت بود، حجت ابن الحسن گم شد، الحمدلله به جایش هزاران و شاید صدها هزار حجت الاسلام در واقع به وجود آمد. یعنی این که فعلا در غیاب امام زمان اون که حجتی نیست. تا حالا امام زمان شیعه حجت رو در هیچ مسئله‌ای برای شیعیان ثابت نکرده، نه در مورد وجود الله متعال، نه در مورد نبوت رسول الله، نه در مورد صحت قرآن، نه در مورد امامت و نه در مورد حتی کوچکترین مسئله فقهی و یک از مسائل وضو هم تا کنون امام زمان و حجت ابن الحسن حجت رو بر هیچ کسی قائم نکرده. حجتی که در واقع خودش هم بدون حجت هست و حجتی رو بر بقیه در واقع قائم نکرده. این یک مطلب دیگری در اینجا اومده که خب من دیدم که قرآن، از این قرآن همه دارند استفاده میکنند به نفع خودشون، باید یک کسی باشد که قیم قرآن باشد تا اینکه این اختلافات از بیان مردم در واقع برداشته بشود. با وجود این که خب از یک طرف مثلا مرجع استدلال میکنند، قدریه استدلال میکنند، زندیق‌ها استدلال میکنند، خب ما میایم وقتی که ما برمیگردیم در مذهب شیعه ما نگاه میکنیم، ما میبینیم که از قول امام هم همین برداشت میشه، از قول ائمه همین گونه هست. یعنی این که با وجود ائمه، با حضور ائمه حجت بر مردم کامل نشد. اصحاب خود ائمه، اصحابشون کیچی، حتی اهل بیتشون دچار اختلاف بودند در مورد اصلی ترین اصل در واقع دین اسلام یا مذهب شیعه. یعنی وجود یک امام هیچگاه سبب این نشد که اصحاب اون امام به امام دیگری چیکار بشند؟ معتقد باشند. همین روایت ترسیمی که فرمودید در مورد هشام ابن حکم، بله. همین روایت ها رو که از ائمه اهل بیت روایت کردن، از امام جعفر صادق، از امام محمد باقر. بله. یعنی این که و جالب اینجا است که وجود امام که نه تنها این که در واقع موجب این نیست که اختلاف برچیده بشود، بلکه خود وجود امام موجب در واقع اختلاف هست. یعنی یکی از اسباب، اصلا گویا رسالت امام تفرقه آفرینی بوده در میان مردم و اختلاف ایجاد کردن در میان مردم. من عرض میکنم که الله متعال در قرآن کریم به ما دستور داده، الله متعال در قرآن کریم به ما دستور داده که در هنگام اختلاف شما خود به قرآن چیکار بکنید؟ مراجعه بکنید. یعنی اون چیزی که اختلاف را حل میکند از دیدگاه شرعی و از دیدگاه قرآن خود قرآن هست. الله متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. در ادامه میفرماید فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اگر شما در یک موردی اختلاف کردید کجا مراجعه بکنید؟ به همین قرآن مراجعه بکنید. فردوه الی الله یعنی به قرآن و رسول، این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس بنابراین قرآن از دیدگاه خود قرآن و از دیدگاه اسلامی مرجعی هست برای حل اختلافات. اما قیمی که الله متعال بر روی این قرآن گذاشته، به جای این که بیاید اختلافات رو کمتر بکند، متاسفانه اومدند و اختلافات رو در واقع بیشتر کردند و ما میبینیم که ائمه شیعه اومدند و در واقع اختلاف افکنی زیادی رو کردند و در این زمینه روایاتی هست که من بارها در اینجا نمایش دادم که حضرت که ائمه وقتی که می اومدند کسی از اینا سوال میکرد، در یک جلسه برای چند نفر از شیعیان خودش چندین سوال رو در واقع می اومدند و به چند گونه جواب میدادند که خود این سبب می شده که شیعیان در واقع دچار اختلاف بیشتری بشوند، نه اینکه اختلافات در واقع با وجود امام در واقع دفع بشه. غیر از این در اینجا یک ادعای دیگری هم شده، غیر از این یک ادعای دیگری در اینجا شده که ادعاهای افراد دیگری اومدند از قرآن استدلال میکنند.
راوی میگه که من بهشون گفتم وقتی من نگاه کردم از این قرآن هم مرجعی استفاده میکند، هم قدری استفاده میکند، هم انسان زندیق و بیدین در واقع میاد از این قرآن استفاده میکند. این قرآن رو الله متعال صفاتش رو برای ما بیان کرده که هذا لسان عربی مبین، یک با زبان عربی واضح و آشکار است بدون هیچ گونه اخفایی، و در چندین سوره الله متعال این مطلب رو کاملا اشاره کرده که این قرآن در واقع بیان هست، لسان عربی مبین هست، بیانگر هست، لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، یعنی واضح و آشکار که جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای رو در اینجا باقی نمیگذارد. یعنی این که در مورد قرآن هر کسی که از قرآن استدلال بیجا بکند خود قرآن اون رسوا میکند. امکان ندارد که یک فرد مرجعی بیاد استدلال بکند، یک فرد قدری بیاد استدلال بکند، یک فرد رافضی و شیعی بیاد از این قرآن به نفع خودش در واقع استدلال بکند. قرآن خود آیاتش یعنی اینو به ما تضمین کرده که هر گونه استدلال نادرستی رو که فرقه های باطل بیاد از قرآن بکنند، این خود قرآن در واقع این استدلال های باطل رو از بین خواهد برد و بطلانش رو برای مردم ثابت میکنند. به طور مثال تمامی آیاتی رو که شیعه برای اثبات امامت حضرت علی رضی الله تعالی عنه استفاده میکنند، استدلال های بیجایی هست، استدلال های دروغ و باطلی هست. خود قرآن متکفل هست، این ضمانت رو به ما داده که این استدلال های باطل رو چکار بکند؟ اعلام بکند که برای مردم که اینها در واقع باطل هستند. یعنی برای باطل بودن استدلال فرقه های منحرف از قرآن فقط کافی است که شما سیاق و سباق این آیات رو نگاه بکنید، ما قبل ما بعد آیه رو شما نگاه بکنید، برای شما کاملا واضح و آشکار می شود که در واقع این استدلال درستی از قرآن نبوده. من به طور مثال یکی از این استدلالات رو که استدلال نادرستی هست از قرآن که خود قرآن اون رو باطل کرده و جالب این است که از خود راوی روایت سوم هست، راوی روایت سوم. دوستان اینو نمایش بدن، روایت سوم را در اینجا علی ابن ابراهیم از پدرش نقل کرده، از حسن ابن ابراهیم، از یونس ابن یعقوب، از یونس ابن یعقوب. ببینیم که این یونس ابن یعقوب اومده یک استدلال نابجایی را و دروغی رو در واقع میخواسته از قرآن چکار بکند؟ ثابت بکند. ایشون اومده در همین کتاب اصول کافی در صفحه 207 دوستان نمایش بدن، در اینجا بابی هست، باب ان الآیات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الائمه علیهم السلام. خب یک استدلال بیجا و دروغ هست که از آیات قرآن چیکار میکنن؟ سوء استفاده میکنن. عرض کردم که قرآن خودش ضامن هست که استدلال های نادرست را خودش نفی میکند، فقط کافی است که شما ما قبل و ما بعد این آیات رو چیکار بکنید؟ نگاه بکنید. خب در روایت دوم احمد ابن مهران اومده، از عبدالعظیم ابن عبدالله حسنی، از موسی ابن محمد عجلی اومده، از یونس ابن یعقوب، همون راوی روایت سومی که بنده عرض کردم. این از امام ابو جعفر نقل میکنند فی قول الله عز وجل در مورد این آیه و کذبوا بآیاتنا کلها، که تکذیب کردند به تمامی آیات ما. این آقای راوی که در اینجا یونس ابن یعقوب هست، این میخواسته که این الغا رو بکنه که آیات الله یعنی ائمه هستند، اوصیاء الهی هستند، یعنی الاوصیاء کلهم، الاوصیاء کلهم، یعنی این که این یا مسلمانان در اینجا باید تعبیرش بکنیم و اونگونه که شیعه میخواد استدلال بکنند، یعنی مسلمانان یا صحابه تمام اوصیا را و ائمه رو چکار کردن؟ تکذیب کردن. خب یک استدلالی هست که هم به قول آقای خودش راوی که هم مرجعی استدلال میکنه، هم قدری و هم مسلمان و کافر از این قرآن استدلال میکنن، اما استدلال های منحرف رو خود قرآن در واقع بطلانشون رو جواب میده. کافی است که شما ما قبل آیه رو و ما بعد آیه رو نگاه بکنید. خب همین آیه رو ما میریم در قرآن کریم نگاه بکنیم. این آیه در سوره قمر هست، آیه 41 42 هست. الله متعال در این سوره میفرماید ولقد جاء آل فرعون النذر. ببینیم بحث روی چی هست و استدلالی که آقایون کردن در واقع در چی هست. الله متعال در این آیه و در این سوره در مورد آل فرعون، این در مورد فرعون و فرعونیان این مطلب رو آورده و ذکرش کرده ولقد جاء آل فرعون النذر کذبوا بآیاتنا کلها. این فرعونیان چیکار کردن؟ به تمام آیات ما تکذیب کردن. فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر. ما اونها را هم در واقع یک گرفتن بسیار سختی و قدرتمندانی اونها را گرفتیم و اونها را مؤاخذه کردیم. خب کسی که کذبوا بآیاتنا کلها را تنها ببیند، خب استدلال میکند برای اثبات امامت شیعه.
برای اثبات امامت و وصایت شیعه. اما همین که شما ما قبل این آیه رو، ما خود همین آیه رو به صورت کامل بخونید یا ما قبل ما بعدش رو بخونید، میدونید که اصلا این سوره قمر خودش سوره مکی هست و غیر از این مطلبی که در اینجا اومده کذبوا بآیاتنا کلها در مورد فرعون و فرعونیان هست. آیات و نشانه ها و معجزه هایی رو که موسی آورده بود اون تکذیب کردن. خب این چه ربطی به ائمه اثنا عشر دارد و به اوصیا دارد؟ پس بنابراین خود قرآن در واقع بیانگر این مطلب هست که قرآن مبین هست، به زبان عربی بیان شده، واضح و آشکار هست. هر گونه استدلال منحرفی از این قرآن که بشود خود قرآن در واقع پاسخگوی آن هست، برخلاف این ادعایی که در اینجا راوی این حدیث در واقع مطرح کرده و میخواسته که قرآن را از حجیت و اعتبار ساقط بکنند. پس بنابراین خلاصه عرض میکنم از دیدگاه قرآن حجت فقط رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. فقط قرآن حجت هست، هم برای رسول الله و هم برای بعد از زمان رسول الله. در زمان ائمه و در حضور ائمه و بعد از غیاب ائمه قرآن حجت هست، قرآن امام هست. اقوال مختلفی رو از حضرت علی رضی الله تعالی عنه، از باقر عسکری، از امام جعفر صادق و بقیه ائمه من خدمت شما مطرح کردم. قرآن کریم به صورت واضح و آشکار هست، یعنی هیچ گونه استدلال نادرستی نمی شود از قرآن کرد و مگر اینکه خود قرآن اون استدلال های نادرست رو جواب می دهد. این قرآن مصدر و منبع هست برای ما. الله متعال به ما دستور داده که فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اگر شما می‌خواستی اختلافی رو ایجاد شده یک جایی، شما این اختلاف را چگونه میتوانید که مرتفع بکنید؟ اگر قدری استفاده کرده، اگر جهمی اومده از این قرآن استدلال کرده، اگر نمیدونم معتزلی استدلال کرده، شما به چگونه شما میتونید که این استدلال را جواب بدهید؟ راهش این است که در موارد اختلافی برگردید به همین قرآن. اما جالب است این آیه رو که فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، این آیه را چون که به مزاح آقایون در واقع یعنی خوشایند نبوده، چون که الله متعال قرآن را حلال معضلات میدوند، مرجع برای حل اختلاف میدوند. اما شیعه میگن که نه، اختلاف باید توسط امام حل بشه. اختلاف باید توسط امام حل بشه. قیم قرآن امام هست. این امام هست که حق و ناحق رو باید مشخص بکنه. اومدن این آیه را در قرآن اینم در واقع تحریف کردن. به طور مثال روایتی در اینجا هست و در همین کتاب اصول کافی، کتاب الحجه هست. دوستان اگر نمایش بدن، این روایت اول هست که باب ان الامام علیه السلام یعرف الامام الذی یکون من بعده، که امام بعد از خودش را میداند. در اینجا روایتی رو آورده از حسین ابن محمد تا از برید عجلی آورده، میگه از امام ابو جعفر اینو نقل میکند در مورد همین آیه که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل قال ایانا عنا ان یؤدی الاول الى الامام الذی بعده، که منظور این است که یعنی امام اولی امامت رو به امام دومی در واقع تحویل بدهد. خب تحویل دادن به امام دست امام نیست که به امام دومی تحویل بدهد. این امامت منصب الهی هست، امام الله هست که باید یک امامی رو انتخاب بکنه. به هر صورت در اینجا میگه که لوح فاطمه بود و بله، یعنی این منصب الهی است، خدا تعیین میکنند. در آیه بعدی میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اینها رو میگه ایانا عنا خاصتا، منظور بازم ما هستیم. وقتی که الله گفته که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر، این اولی الامر ما هستیم. ایانا عنا خاصتا امر جمیع المؤمنین الی یوم القیامه بطاعتنا. الله متعال تمام مؤمنان را تا روز قیامت دستور داده که از ما اطاعت بکنند. در اینجا فإن خفتم تنازعا فی امر فردوه الی الله و الی الرسول و الی اولی الامر منکم. در قرآن چون این چیز آیه رو ما نداریم. در قرآن اومده که فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اگر شما در یک مورد اختلاف کردید، این مرجع شما کجا هست؟ قرآن و پیغمبر هستند، فردوه الی الله و الرسول. اما در اینجا اومده این اول الامر خودشون رو، یعنی ائمه خودشون هم اضافه کردن در قرآن. فإن خفتم تنازعا، اینم خود متن آیه رو اشتباه در واقع یک جور دیگه از این قرآن 17000 آیه و قرآن یک دست مهدی از این گونه هست. فإن خفتم تنازعا فی امر فردوه الی الله و الی الرسول و الی اولی الامر منکم. به اولی الامر اینو بازگردانید، در صورتی که در قرآن چون این چیزی وجود نداره. قرآن گفته اگر اختلاف کردید اون برگردانید به الله یعنی قرآن کریم و به رسول الله یعنی احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم. جالب است که در اینجا میگه کذا نزلت، این آیه این گونه نازل شده.
این آیه این گونه نازل شده. یعنی هیچ جایی برای تعویل نیست که نه این تفسیر بوده، تعویل بوده، نظر نمیدون راوی بوده، بلکه صراحتا در اینجا اومده که این آیه در واقع این گونه نازل شده. و جالب اینجا است که در شرح کتاب اصول کافی جلد 6 صفحه 85 که آقای مولا صالح مازندرانی هست، اونجا وارده که این آیه این روایت در واقع دلیل بر تحریف قرآن هست، میتونه دلیلی باشه برای تحریف قرآن. پس بنابراین آقایون برای این که امامت ائمه خودشون رو ثابت بکنن، حجت بودن حجت های بی حجت خودشان رو ثابت بکنن، مجبور هستند که قرآن رو زیر سوال ببرند، اقوال رسول الله رو زیر سوال ببرند، حتی بر راهنموده های حضرت علی رضی الله تعالی عنه و بقیه ائمه که من از کتاب نهج البلاغه و بقیه کتاب خوندن مجبور شدند که راهنموده ها و فرموده های این بزرگواران رو هم زیر پا بگذارند. جزاکم الله خیر. بله، این آیه که تحریفش کردن در کافی، احمد جان اگر بتونی نشون بدی، آیه 59 سوره نساء است: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. اینجا گفتن الی الله والرسول والائمه. بله. برای ثابت کردن باطل خودشون حاضر هستن که تا کلام الله رو زیر سوال فردوه الی الله و الی الرسول و الی اولی الامر منکم، در صورتی که و الی اولی الامر منکم در قرآن نیست. بله، جزاکم الله خیر. جناب استاد، شماره تلفن های برنامه رو اعلان بکنیم اگر موافق باشید. یا مطلب هنوز باقی مونده؟ من چقدر وقت داریم؟ 15 دقیقه وقت داریم. اعلان بکنم. من این مطلب رو مختصر عرض میکنم در مورد روایت شماره تلفن های برنامه اعلان خواهد شد. عزیزانی که تماس میگیرن فقط در مورد موضوع برنامه، اگر مطلب علمی دارید، اگر از علمای شیعه هستید، از حجج اسلام و آیات عظام هستید، در مورد موضوعاتی که مطرح شده و میتونید بحث علمی بکنید، لطفا تماس بگیرید. از بقیه عزیزان که دوست دارن موضوعات آزاد رو مطرح بکنن یا سوالاتی خارج از موضوع برنامه دارن، امیدواریم که در برنامه‌های ویژه زنگ بزنن مانند آن روی سکه، و اگر سوالات شرعی دارید در برنامه پرسش و پاسخ خدمت حضرت مولانا. بله، این روایت دوم بود که مجهول که صحیح بود. اینو بررسی کردیم، دیدیم که هم سندش یعنی چی بود و هم که محتوایش در واقع متضاد با قرآن، متضاد با سنت رسول الله، متضاد با راهنموده ها و اقوال ائمه اهل بیت بود. روایت پنجم که موثق که صحیح بود، یعنی موثق یعنی این که این راوی یکی از راویانش حداقل جز شیعیان نیست، جز شیعیان اهل بیت و شیعیان اثنا عشری نیست، اما باز هم آقای مدرسی این را موثق، با اینکه موثق هست و یک شیعه اون روایت نکرده، گفته بود که این روایت در واقع کصحیح هست. و جالب این است که عدت من اصحابنا که عرض کردم این اصلا مشخص نیستند از کلام آقای کلینی که چه کسانی هستند، و این روایت از زبان علی ابن حکم هست، همون کسی که در واقع قرآن 17000 آیه‌ای رو مطرح کرده. خب اون کسی که قرآن رو متواتر میداند، طبعا علی ابن حکم برایش در واقع موثق و معتبر هست. از ابان نقل کردن و از احول این کسی است که امام جعفر صادق در موردش اینو گفته بود روباه صفت در واقع باطلگرا هست. این آقا اومده و واقعا هم این گونه هست. این استدلالی که در اینجا میگه که امام جعفر صادق گفته بود باطل را با باطل رد میکنی، واقعا ایشون باطلگرا بودن و حرفش در اینجا کاملا واضح و آشکار میشه. این میگه من رفتم پیش امام زید ابن علی برادر امام باقر زمانی که قیام کرده بود، از آقای احول اون گونه که در این روایت اومده که ایشون تقاضا کردن که با من خروج بکن، با همکاری بکن. فقال لی یا ابا جعفر، یک بحثی در اینجا هست که یا ابا جعفر ما تقول ان طرق طارق منا تخرج معه به ابو جعفر، یعنی آقای احول که همون معروف است به شیطان الطاق، بهش زید بهش گفت اگر من اعلام خروج بکنم، قیام بکنم، تو با من همراهی میکنی؟ گفت نه. فقلت له ان کان اباک او اخاک خرجت معه، اگر پدرت می بود یا برادرت می بود، یعنی اونایی که حجت بودن، من با اونا خارج میشدم، قیام میکردم، اما با تو قیام نمیکنم. خب در ادامه فقال لی فانا اريد ان اخرج، من میخوام که قیام بکنم، جهاد بکنم با این قوم، فخرج می، با من قیام بکن، خارج بشو. قال قلت لا ما افعل جعلت فدات بشم، من نمیتونم با تو هم کاری بکنم. فقال لی اترقب بنفسك عني، مگر جون تو از من شیرین تر هست؟ قال قلت له انما هي نفس واحده، شیطان الطاغ میگه که من یک جونی دارم و نمیخوام که در راه باطل اینو چیکار بکنم، از دست بدم. فان کان لله فی الارض حجه فالمتخلف عنك الناج والخارج معك هالك، اگر در دنیا حجتی غیر از تو باشد، اون کسی که با تو نمیآید هدایت
هدایت شده، نجات پیدا کرده و هر کسی که با تو برود هلاک شده. و ان لا تکن لله حجة فی الارض فالمتخلف عنك والخارج معك سواء. اما اگر حجت الهی در روی زمین وجود نداشته باشه همه با هم دیگر برابرند. یعنی این که آقای احول شیطان الطاق، این انسان روباه صفت، میخواد که به امام زید بگوید که سرمنشه مذهب شیعیان زیدی هست که تو در واقع از امامت خبر نداری، غیر از تو حجت دیگری هم وجود دارد که برادرت هست که امام باقر هست. قال فقال لی یا ابا جعفر، که آقای زید گفته، این واقعا حرف متینی هست از ایشون. یا ابا جعفر ای احول شیطان الطاق کنت اجلس مع ابی علی الخوانه، من با پدرم سر سفره می نشستیم، فیلقمون البضعه السمینه، لقمه های چرب و نرم به من میدادند، و یبرد لی اللقمه الحاره، پدرم یعنی امام زین العابدین لقمه رو میگرفت سردش میکرد بعدا میگذاشت در دهن من، حتی تبرد، شفقتا علیه، به خاطر اینکه دهان من نسوزه، به خاطر شفقتی که داشت به نسبت به من. ولم یشفق علی من حر النار، به نظر تو اون از گرمای یک لقمه منو حفاظت کرد، از گرما و آتش جهنم منو حفاظت نکرد که به تو گفته باشه که بله من امام هستم یا امام بعد از من امام باقر هست، و به من نگفته باشه که برادرت امام هست، حجت قائم هست بر روی زمین. پدری که لقمه رو سرد میکرده در دهان من میگذاشته به خاطر اینکه دهان من نسوزد، آیا معقول هست که مرا از یک از اصول دین آگاه نکند؟ ولم یشفق علی من حر النار اذا اخبرک بالدین ولم یخبرنی به، دینو به تو گفت اما به من که پسرش بودم برادر امام هستم به من نگفت. فقلت له جعلت فداک، ببینید که اینجا شیطان الطاق چه جواب میده، میگه من فدات بشم، من شفقتی علیک من حر النار لم یخبرک، به خاطر این که تو در آتش جهنم نسوزی تو رو نگفته بود که امام بعد از خودش کی هست. یعنی این که اگر تو بهت میگفت که امام بعد از تو برادرت امام باقر هست، تو میگفتی نه من قبولش ندارم، جهنمی میشدی. یعنی ببینید، یعنی این که میخواد بهش القا بکند که من طبیعتم طینتم بهتر از تو هست، اگر به تو میگفتند قبول نمیکردی، اما اگر وقتی به من گفتم من قبول نکردم، وقتی که رفتم به جهنمم افتادم، خب امام که ضریری نمیکنه. اما اگر به تو بگه تو قبول نکنی به جهنم بیفتی، خب فرزندش در واقع به جهنم افتاده. خاف علیک الله تقبل فتدخل النار، ترسید که تو اگر قبول نکنی به جهنم میفتی. و اخبرنی انا فان قبلت نجوت و ان لم اقبل لم يبال ان ادخل النار، منو گفته و اگر قبولم نکردم به جهنم رفتم، به قول معروف دیگه به جهنم دیگه. ثم قلت له جعلت فداک انتم افضل الانبیاء. نهایتا مطالب دیگری در اینجا میاد، یعنی حاضرن به زید ابن علی توهین بکنن به خاطر اثبات باطل. بله، در اینجا میاد و دوباره این استدلالی در اینجا میکند که خب این نمیشد که امام نمیتونه امامت رو کتمان بکنه، حتی به فرزندان خودش نگفته باشه. امام زین العابدین این به فرزندان خودش نگفته که امام بعد از اون کی هست. اون وقت آقایون اومدن ادعا میکنند که امامت متواتر هست، مهدویت متواتره، فرزند امام زین العابدین در منزلش هست و خبر نداره که امام بعد از اون چه کسی هست، به تصریح روایتی که آقای مجلسی گفته که موثقون کالصحیح. در ادامه میگه که خب استدلال میکنه، میگه که خب به تو نگفته، مانند این که یعقوب به پسراش گفته بود که به یوسف گفته بود که مواظب باش خواب را به برادران تعبیر نکنی. خب در اونجا اونم کتمان کرد، پدر تو هم کتمان کرده. خب کتمان خواب چه مناسبتی داره با کتمان اصلی از اصول دین؟ یه خوابی بوده گفته اونو تعریف نکن، این اصلی از اصول دین هست. چگونه امام زین العابدین راضی شده که یک اصلی از اصول دین رو در واقع به فرزند خودش در واقع نگوید؟ غیر از این مگر این امام زین العابدین این آیه رو نخونده بود که و انذر عشیرتک الاقربین، ابتدا دعوت رو از نزدیکان خودت باید شروع بکنی؟ این آیه کجا رفت؟ یعنی امام زین العابدین اگر در اهل خانواده خود، اهل بیت خودشون هم خبر نداده بود که در واقع امام بعد از ایشون امام باقر هست، پس دیگه فاتحه چنین مذهبی خونده. غیر از این امام زید رضی الله تعالی عنه یکی از ائمه شیعه هست، یکی از ائمه در واقع علمای شیعه است. در کتاب الوافی من این مطلب رو عرض میکنم و دیگه اگه تماس میگیرید مشکل نیست. در کتاب الوافی جلد دوم کتاب الحجج هست، کتاب الوافی، در اینجا یک روایتی را آورده، من مختصر این روایت رو هم صدوق نقلش کرده در کتاب عیون اخبار رضا. در اینجا میگوید که در مورد زید ابن علی رضی الله تعالی عنه میگوید که فقال الرضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام گفت به مأمون، گفت یا امیر المؤمنین. جالب اینجاست که امام رضا مأمون عباسی رو میگه یا امیر المؤمنین، صراحتا در
اینجا اومده لا تقص اخی زیدا الی زید ابن علی، برادر من زید را، برادر من زید یعنی برادر امام رضا را که زید بوده، این برادر ما را با زید ابن علی قیاس نکن، امام زید ابن علی قیاس نکن. فانه کان من علماء آل محمد، زید ابن علی یکی از علمای اهل بیت بوده. فانه کان من علماء آل محمد غضب لله، به خاطر خدا عصبانی شد، فجاهد اعداه، با دشمنان خدا در واقع جهاد کرد تا اینکه کشته شد. نقطه در اینجا هست که در اینجا امام رضا میگوید که زید یکی از علمای اهل بیت است. علمای اهل بیت وقتی که نمیدونستند امام منصور چه کسی هست، جهال اهل بیت کجا هستند؟ جهال شیعه در واقع کجا هستند؟ وقتی که عالم اهل بیت که امام زید هست ایشون نمیدونستند که حجت بر بندگانش چه کسی هست بعد از پدرش، دیگه فاتحه شیعه و بقیه راویان در واقع خونده شد. جزاکم الله خیر. اینم دو روایت که در واقع بهترین روایات این باب بودند. تشکر شما. اجازه بدید تماس رو بگیریم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم دوست عزیزم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عرض ادب دارم خدمت برادر بزرگوارم استاد دهقان عزیز. سلامت باشید. بنده هم خدمت شما جناب آقای محمد الهی عرض ادب و سلام دارم. سلامت باشید، زنده و سرفراز باشید در دنیا و آخرت. در خدمت شما هستیم. زنده باشید. ممنونم از شما استاد. خواستم از استاد بزرگ برادر عزیزم بپرسم این کدوم آیه است که اولوالامر نیومده؟ حالا اینا مثلا برای چی اینو چسبوندم بهش؟ یکی این که خب بعد از رسول الله همین قرآن دیگه حجت ماست دیگه. حالا اینو سوال میکنم قرآن حجت بر ماه؟ اینا رو من نمیدونم استاد عزیز، چون اینا رو بر ما نیاموختن، فقط به ما توهین آموختن. درست. چشم انشاءالله در این مورد صحبت میکنم. کجا بودید تا حالا که فریاد ما برسید؟ قربونتون برم. بیشتر از این مزاحمتون نمیشم، دستتون درد نکنه، اجرتون فقط با الله و بعد. آمین. قربون شما برم، شبتون بخیر، خدا نگهدارت. شب شما بخیر، خدا نگهدارت. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب آقای انصاری بزرگوارم، حال شما خوب انشالله؟ سلامت باشید. میشه لطف کنید خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ بنده محمد هستم، از احوا زنگ میزنم خودم. خدمت آقای مولوی عبدالقدوس هم سلام عرض ادب داریم خدمتشون. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. از مولوی بزرگوار میخواستم سوال بکنم که این الله اکبر سکونش کجا گذاشته میشه؟ من خیلی مصر هستم این رو بدونم که مثلا این سکون که رو وقتی که می نویسن مثل الله اکبر، خیلی مسائل داریم، در قرآن هم هست، جاهای مختلف هست، این سکونش بالای که قرار میگیره خودش یا پایینه که؟ چشم در این مورد صحبت خواهیم کرد. خب الان صحبت بفرمایید، من سوال دیگه هم دارم خدمت شما. بفرمایید سوال دومتون هم مطرح کنید. یک صفحه از قرآن رو نمایش بدید ببینید کجا گذاشتیم. بله. خب سوالتون بفرمایید. بفرمایید سوال بعدی. سوال دیگه هم این است که شما در مورد همین جریانی که فرمایش کردید اگر شما برخلافی مشکل پیدا کردید برگردید به رسول و قرآن و رسول صلوات الله و سلام علیه. آخر ما الان که رسول در بین ما نیست، ما الان اگر خلافی داشته باشیم باید برگردیم به قرآن صحیح و کسی که ناطق قرآن هست. شما در میان مثلا ما در میان اهل سنت چی رو داریم که اگر قرآن رو نفهمیم برگردیم به اون آقا؟ باش در هر دو مورد صحبت کنیم. من در میان شیعه که رو داریم، در میان شیعه که رو داریم. من کار به شیعه ندارم، من از ما در میان خودمون میگیم، ما کار به شیعه نداریم خودمون. بسیار. ما در خودمون در بین خودمون بین مولوی خودمون به کدوم مولوی بر بخوریم که مثلا قرآن رو صحیح برای ما توجیه بکنه؟ در کجای قرآن گفته که شما برید پیش
آقا محمد 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 هستید با من؟ بله بله. آقا محمد در کجای قرآن گفته که شما برای فهم قرآن مراجعه کنید به امام یا به مولوی؟ عرض کردم من کار به اونها ندارم، من کاری به نه شما سنی هستید؟ شما سنی هستید؟ ما خودمون میخوایم بریم تو اهل سنت، به کی مراجعه بکنیم برادر من؟ خود چرا شما نمیذارید من؟ آقای محترم پس با چهره اصلیتون بیایید. گوش کنید آقای محترم شما با چهره اصلیتون بیایید، نگید که من سنی هستم ما سنی ها. شما لحظات پیش دروغ گفتید که سنی هستید، الان دوباره میگید که من میخوام سنی بشم. اولا بیاید یعنی واقعیتتون رو بگید، خجالت نکشید از شیعه بودنتون. ببین برادر محترم آقا محمد حرف منو گوش کنید. شما الان شیعه هستید درسته؟ الان شیعه هستید. نه خیر، من میخوام دنبال توحید بگردم. دنبال توحید اصلا در قرآن نگفته که شما برید پیش مولوی. آقای محترم خب من مجبورم که آقا محمد اگر حرف گوش نمی کنید، چون این عادت شما رافضی ها اکثرا اینطوری است، حرف اگر گوش نمی کنید من مجبورم صداتون رو قطع بکنم. آقا محمد گرامی خب چرا نمیذارید توحید پیدا بکنیم آخر؟ خب گوش کنید، شما گوش نمی کنید. خب من گوش میکنم شما. آقای محترم ببینید، گوش کن برادر بزرگوار، تا گوش نکنی چیزی رو یاد نمیگیری. عزیز دلم گوش کن، عزیز دلانگیز گوش کن تا یاد بگیری. چون در حوزه علمیه که به شما این چیزا رو یاد نمیدن. گوش کن آقا محمد، گوش کن. در قرآن کریم همه امور زندگی بیان شده، حتی مسائل خیلی پیش پا افتاده در مورد عادت ماهانه خانم ها هم ذکر شده. این قرآن کریم نیاز به این نداره که کسی مثل آخوند یا ملا یا مولوی یا امام یا کسی دیگه بیاد اینو برای تو تفسیر ظاهری و باطنی بکنه. در کجا گفته که شما برید پیش فلان علان؟ بابا خودتون الان گفتید، خودتون الان سوره خوند، آقای عبدالقدوس فرمایش کرد اگر اختلاف پیدا کردید. اختلاف در مورد چی؟ اختلاف در مورد چی؟ آقای محترم این سوره است، این سوره ببین الان یاد بگیر، الان گوش کن، یک لحظه ساکت باش. آقای محترم من یک لحظه من شما را قطع میکنم، چون که شما آخوندای ادب اخلاق صحبت کردن یاد ندارید. من یک لحظه جناب استاد اگر اجازه بدید من جواب اینو بدم. این تصویر رو نشون بده احمد جان، یاد بگیر. جناب آخوند، شما آخوندا فقط غیر از سر و صدا کردن چیز دیگه بلد نیستید. ببین یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از الله اطاعت کنید و از رسول اطاعت کنید. و اولی الامر منکم، و از اولو الامرتون هم اطاعت بکنید. در اینجا اطیع الله آورده، اطیع الرسول آورده و اطیع اولو الامر نیورده. اگر تو واقعا اهوازی باشی، عربی بلد باشی، چون اطاعت از اولو الامر تابع اطاعت از الله و رسول است. فان تنازعتم فی شیء، اگر اختلاف کردید در چیزی، با کی اختلاف میکنید؟ با اولو الامر. فردوه الی الله و الرسول، برگردانید به الله و رسولش. اگر که شما این آیه را دلیل برای امامت میارید که امامان معصوم هستند، از طرف الله منصوص هستند، پس اونها رو نباید کسی باشون اختلاف بکنه. این آیه‌ای که شما برای امامت دلیل میارین دلیلی در رد و بطلان امامت است. جناب استاد این گونه است که شما در آخر اشاره کردید. الله متعال مرجع رو در هنگام اختلاف و با اولو الامر اینو قرآن و سنت قرار داده، قرآن و رسول قرار داده. خب الان قرآن در واقع اون گونه که اهل سنت و الجماعت این افتخار رو دارند قرآنشون تحریف نشده هست.
هر حکمی رو که ما بخوایم از قرآن کریم در واقع میتونیم استدلال بکنیم و همان گونه قبلا عرض کردم هر گونه استدلال باطلی رو از قرآن اگر داشته باشیم خود قرآن رو در واقع چکار میکند؟ از بین میبرد و بطلانش رو برای ما ثابت میکند. مراد از قرآن خود قرآن هست، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله، یعنی به قرآن بازگردانید. قرآن واضحه، اصول دین رو مسلما یعنی واضح آورده، به زبان عربی واضح و آشکار هست و نمیشه از اون سوء استفاده کرد. و رسول و به رسول الله صلی الله علیه و سلم برگردانید. آن چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما به یادگار مونده احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم با معیار دقیق محدثین و اهل حدیث در واقع بررسی شده است. صحیح و سقیمش برای ما کاملا واضح و آشکار است. معیار در هر گونه اختلافی در امور شرعی قرآن هستند و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر کسی که زبان عربی بلد باشد، قرآن رو یاد داشته باشد، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو یاد داشته باشد، روش استدلال و استنباط رو یاد داشته باشد، میتواند از قرآن در واقع بیانگر قرآن باشد و قول اون در واقع چون که بیانگر قرآن هست حجت هست. حضرت امام مالک رحمت الله علیه میفرماید کل یؤخذ من قوله و یرد الا صاحب هذا القبر، همه انسان ها قولشون قابل قبول و رد مگر صاحب این قبر یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم که جایی برای رد کردن قولش نیست. قول هیچ کسی بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم فی ذاتی حجت نیست مگر اینکه مستند باشد به قرآن و احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم. در آیه 44 سوره نحل الله سبحانه و تعالی میفرماید که و انزلنا الیک ذکر لتبین للناس. رسول الله صلی الله علیه و سلم این وظیفه رو انجام دادن. همچنین در آیه 64 سوره نحل و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. بله. آقا محمد در مورد قرآن حجت است، چگونه حجت است؟ قرآن یعنی عرض کردم که برای اثبات فکر کنم ایشون نبودن در اون موقع در باب عقاید یعنی قرآن حجت ما هست. این عقیده بعد از قرآن کریم ثابت بشود، اصول دین از قرآن باید ثابت بشود، اصول عبادی و اصول اعتقادی باید از قرآن در واقع ثابت بشوند. مرجع اول در دین اسلامی قرآن کریم هست و بعد از آن احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. در این زمینه هم روایات اهل سنت و الجماعت زیاد هستند و هم روایاتی که در کتاب شیعه بود. من از نهج البلاغه و از بحار الانوار و بقیه کتاب‌ها روایات متعددی رو خوندم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه و بقیه ائمه هم ما رو دستور دادند که به قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مراجعه بکنیم. و آیه هم که ایشون اشاره کردن آیه 59 سوره نساء هست که متاسفانه در کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 276 روایت اول این آیه رو در واقع گفته بودند که تحریف شده، تحریفش کردن این آیه رو و در اون کتاب این گونه آوردن فإن خفتم تنازعا فی امر فردوه الی الله و الی الرسول و الی اولی الامر منکم رو این از طرف خودشون در واقع در آیه اضافه کردن تا اینکه حجتی بسازند و ائمه خودشان را در کنار خدا و رسول قرار بدهند. بله، جزاکم الله خیر. و ایشون خیلی اصرار داشتن که این سکون بالای کاف است یا زیر کاف است. البته کسایی که به قرآن اعتقاد دارن میتونن به قرآن مراجعه بکنن، هر جا که کلمه اکبر اومده سکون بالای کاف است. اما آنچه که در حوزه علمیه به این آخوندهای بشکه‌ای یاد میدن طبعا اکثرش در زیر کاف است. احمد جان نشون بده، زوم بکن روی این کاف که این آقا محمد از اهواز که شاید ایشون هم از جمله همون آخوندا باشن ببینن که این سکون در کجا است. اما مثل این که سکون کاف خیلی ایشون رو سوزانده به قول معروف. من تشکر میکنم از احمد آقا. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ سلام، از محمدم استاد انصاری از مشهد مزاحم میشم. آقا محمد از مشهد، در رابطه با موضوع برنامه اگر مطلبی دارید بفرمایید. جان بله، میخواستم عرض کنم خدمت شما که افرما یهدی الی الحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا یهدا. پیامبر گرامی قرآن و عفت رو دو ثقل باقی گذاشته، از خودشون فرمودن ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. دلیلش چیه؟ اگر قرآن به تنهایی کفایت میکرد چرا پیامبر اصرار داشت قرآن و عفت با هم باید مایه هدایتش ما و جلوگیری از گمراهیش؟ درست. من فقط از شما آقا محمد از مشهد حرف شما رو گرفتیم. آقا محمد
ثقلین، قرآن و اهل بیت. شما یکی از علمایتون از کلینی گرفته تا مجلسی یک روایت بیارید که گفته باشه قرآن تحریف نشده است، همین قرآنی که امروز در دست ما هست، بدون نقص، بدون کمی، بدون زیادی، و به این قرآن باید عمل کرد. سریعا یک روایت بیارید تا بریم جلوتر. بفرمایید. قرآن هیچ کس نگفته قرآن تحریف شده. کی نگفته؟ آقا شما خوابی یا بیدار؟ یک لحظه. من آقای محترم آقا محمد من در شروع برنامه گفتم عقلای شیعه زنگ بزنن، علمای شیعه زنگ بزنن، حجج اسلام، آیات اعظام زنگ بزنن که از کتاباشون اطلاع داشته باشن. کلینی در باب قرآن میگه که فضل قرآن میگه که این قرآن الذی نزل به جبرئیل الی محمد صلی الله علیه و سلم 17,000 آیه، 17,000 آیت است. آقای مجلسی هم این حدیث رو توثیق کرده. خب آیات ما که نمیگه تحریف اینه که معنا عوض شده باشه. آقا محمد یکی از علمای شیعه که گفته باشه امروز این قرآنی که در دست ما هست بدون کمی، بدون نقصان و بدون زیادی است و به این قرآن باید عمل کرد. یک روایت. سوالتون دوباره میشه بگین؟ من متوجه نشدم. آقا محمد یکی از علمای بزرگوار شیعه که گفته باشه این قرآنی که در دست ما هست بدون نقص، بدون زیادی است و هر کسی که قائل به تحریف قرآن باشه کافر، مرتد، جاویدان در آتش دوزخ است. این دوربین فعال بکنند. بفرمایید. تفسیر صافی هست. استاد اگر قائل به تحریف قرآن رو بخوایم کافر بدونیم، پس امامان صادق و باقر که روایتی در نقص قرآن آوردن و فرمودن که قرآن علی رو قبول نکردن صحابه و حضرت قرآن رو نگه داشت در پیش خودش و دیگه به اونها اظهار نکرد، اون قرآنی که ازش در آیات ولایت چیزای کم شده، نه اینکه تحریف. آفرین من همینو میخواستم که شما اعتراف بکنید به تحریف قرآن. پس شما قائل هستید که قرآن تحریف شده. یک لحظه. پس با این ثقلین شما چه کردید؟ با این ثقلین چه کردید؟ با ثقل اول چه کردید که با ثقل دوم بکنید؟ قرآن رو تحریف میگن ازش کم شده، تنقیص شده. یعنی چی؟ آقای محترم تحریف یعنی چی؟ تحریف یعنی چی؟ یعنی ازش کم شده. تحریف یعنی معنا رو عوض کردن. تشکر میکنم از شما. تشکر میکنم. خب اجازه بده. تشکر میکنم. بفرمایید جناب استاد. در مورد تحریف قرآن عرض کردم که این متواتره. آقای مجلسی میگه متواتره، بقیه هم گفتند که تواتره و علمای شیعه اینو آوردند، یعنی دقیقاً مشخصه. به طور مثال این کتاب در اینجا همراه من بود که اعتقاد کلینی و مشایخش مانند علی ابن ابراهیم در واقع به تحریف قرآن بوده. بله. و نیازی نداره فکر کنم من اینو نشون بدم. خود آقای میگن که قرآن کم شده، از اون قرآن در واقع کم شده. خب این حافظان قرآن کجا بودند؟ این اهل بیت چیکار کردند با این قرآن؟ قرآنی که کم شده آیا اعتبار دارد؟ کم شده در اون، اضافه کردن در اون قرآن. با قولشون تحریف نشده اما کم و زیاد شده. آیا باز هم این میتونه مرجع باشه برای مسلمانان در واقع؟ و متاسفانه این تضادی هست که شیعه تا قیامت هم نمیتونه اینو جواب بده. ببینید بینندگان عزیز گرامی، ایشون میگه که ما چگونه قائلیم به تحریف قرآن رو تکفیر بکنیم در حالی که روایات از امام جعفر و امام باقر روایت شده، در حالی که این روایات رو به دروغ به اونها نسبت دادن. شما شیعیان رافضی آخرین کسایی باشید که به ثقلین قرآن و اطرت استناد بکنید برای امامتتون. شما با ثقل اکبر که قرآن است چه کردید که با ثقل اصغر که اهل بیت است بکنید؟ آقای فیض کاشانی در کتاب تفسیر صافی جلد اول این کتاب هست، در اینجا صراحتا آورده و اما اعتقاد مشایخنا، اعتقاد مشایخ ما فی ذلك فالظاهر، ظاهرا این گونه هست از ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی انه کان یعتقد التحریف، معتقد به تحریف قرآن بود و النقصان فی القرآن و کم بودن قرآن، لانه روى روایات فی هذا المعنى فی کتاب الکافی ولم یتعرض لقدح فیها، روایات زیادی را آورده تصریح به در واقع تحریف کرده و هیچ گونه اشاره هم نکرده و تن وارد نکرده بر این روایت، با وجود این که مع انه ذکر فی اول الكتاب انه کان یثق بما رواه فیه، روایاتی رو که در کافی آورده میگه من به این روایات خودم اعتماد دارم. و كذلك استاذه علی ابن ابراهیم هم
همچنین استادش علی ابن ابراهیم قمی که گفتند که بیشترین روایات کتاب کافی از اون هست، فإن تفسیره مملو منه، پر هست از این روایات تحریف قرآن، وله غلو فیه، نه تنها معتقد به تحریف قرآن بوده بلکه غالی در اعتقاد تحریف بوده. و كذلك شیخ احمد بن ابی طالب الطبرسی فإنه ایضا نسج على منوالهما فی کتاب الاحتجاج، و بخیم طالبی که در اینجا ذکر کرد. این گفته مشایخ ما و خصوصا آقای کلینی استادش علی ابن ابراهیم، روایتش فراوان هست در کتاب اصول کافی، جایی برای دفاع در واقع نداره. ما هم حرفی رو نداریم، ما میگیم که قرآن شیعه به این قرآن اعتماد ندارد و این قرآن شیعه نیست، قرآن اهل سنت و الجماعت است. ما هم غیر از این حرفی نداریم. ما میگیم که یا باید اگر امامت رو قبول بکنید معنیش این است که قرآن رو نباید قبول بکنید، زیرا که این دو مسئله بنابر اعتراف آقای مجلسی به هم گره خورده. روایات متواتر در اثبات تحریف و روایات متواتر در اثبات امامت ائمه اثنا عشر. اگر امامت رو قبول کردید باید قبول بکنید قرآن هم تحریف شده. اگر تحریف شدن قرآن رو قبول ندارید امامت هم در واقع منتفی میشه. جزاکم الله خیر. بعد سلام علیکم بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ آقای انصاری مجید هستم از قم. حال شما؟ آقا مجید بزرگوار بفرمایید. مخلصم. شما خوبی؟ زنده باشید، سلامت باشید برادر بزرگوار. آقا شما ادعاتون میشه دنبال عالم میگری، الان من جواب شما رو میدم دیگه. بفرمایید. شما آقا میگی یکی بیاد جواب بده، من میگه آقا اینا خدا رو قبول منکر میشه، میگه تو غلط کردی، میگی فقط خدا، دیگه دنبال قرآن و کتاب خدا میگردی شما. اللهم المستعان. این آخونده که چند روز پیش کلیپشو گذاشتی میگه تو غلط کردی، خلاف میگی پشت ماشین نوشتی فقط خدا. اللهم المستعان. شما آقا دنبال کتابش میگردی، میگی فقط خدا، دنبال قرآن و کتاب خدا میگردی شما. اللهم المستعان. اللهم المستعان. این اثبات شد. تو رو خدا وقت برنامه رو برای اینا نذار، اینا وقتی خدا رو انکار میکنن میخوای دنبال کتابش بگردن. الله المستعان. آقا کتاب ما رو انشالله امام زمان میاد. آقا این کتاب برای ماست، برای شیعه نیست این قرآن. تشکر آقا مجید بزرگوار، الله متعال حفظتون کنه. مخلصم. فقط یک کلمه با آقای دهقان کار دارم. بفرمایید جناب مولانا میشنون صدای شما رو. بفرمایید. فقط اینو از طرف خودم میخوام بهش بگم حاج آقا یه دونه ای آقای دهقان، فقط یه دونه ای. الله متعال شما رو حفظ من نوکر شما هستم آقای دهقان. سرور ما هستید. الله متعال شما رو سعادت دنیا و آخرت نصیب بکنه. سلامت باشید. خدا نگهدار. ممنون. خداحافظ شما. خداحافظ شما. تشکر میکنم از آقا مجید و همه بینندگان عزیزی که پشت خط بودن و وقت برنامه ما 13 دقیقه بیشتر رفتیم به خاطر شما عزیزان که تماسایی رو داشته باشیم. این یقین رو داشته باشید که اینها هیچ حجتی برای ادعای دروغین امامت که کردن ندارن، حاضر هستند به خاطر اثبات دروغی که ساخته و پرداخته عبدالله ابن سبع یهودی از دین اسلام رو، همونطوری که آقا مجید فرمودن حتی الله سبحانه و تعالی رو، رسول الله صلی الله علیه و سلم رو، اهل بیت بزرگوار ایشون رو زیر سوال ببرن. لحظاتی پیش دیدید که همین آقا محمد گفتن که اگر ما بگیم که قائل به تحریف قرآن کافر است، پس امام جعفر و امام باقر زیر سوال میرن. یعنی در حقیقت همون راویان دروغینشون زیر سوال میرن، چون این روایت ها رو به اینها نسبت دادن. ائمه اهل بیت مانند امام جعفر صادق، امام محمد باقر بری و بیزار هستند از این مدعیان دروغین محبت آنها. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این قرآن رو نازل کردیم و ما از این قرآن کریم حفاظت میکنیم. اما اینا میگن نه، الله سبحانه و تعالی علیه بالله دروغ گفته و این قرآن دست خورده و این قرآن کم و زیاد شده. جناب مولانا سخن پایانی. حرفی دیگه ندارم، برنامه وقتش پایان یافته. فقط امیدوار هستم که الله متعال ما را و تمام بینندگان ما را به آنچه که موجب سعادت ما در دنیا و آخرت هست و آنچه که خود میپسندد ما را انشالله به آن راهنمایی بکنه. آمین. جزاکم الله خیر. تشکر ویژه از شما و از تک تک بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودند. تا فرصت دیگر الله یار و نگهدارتان باد و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر.